جیهون آزاد و آزاده احمد مفتی زاده در جبهه حق بود همیشه آماده آن شمع کردستان حامی قرآن روحش به رضوان در جمع پاکان روح تو خندان چو گلهای بهاری مولانا عبدالعزیز الله یاری آن خدمت و اخلاص آن یادگاری حب تو در دل چو دریا جاری میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه صد ناله و از قصه جانکان رفتان ربیعی آن فخر کرمانشاه شد بحر دین قربان کنیم چو عثمان صبری بده رب در سوگ یاران میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه دعوت عیسی و موسی و محمد یکی است، دعوت توحید، دعوت اسلام، خداپرستی تنها. ای یهودیان، ای مسیحیان، ای مسلمانان، ای شیعیان، ای سنیان، بیایید این شرکه ها رو دور بندازیم، تنها و تنها به سوی خدا برویم. حرف شیادان دینی رو، کلاشان امامتراش و قهرپرتراش رو دور بندازیم. مسلمانم و با شهامت، غیرت و جرأت و هم شجاعت، این هدف در ره دین و ایمان، عاقبت یا ظفر یا شهادت، عاقبت یا ظفر یا شهادت. این حقیقت بدان ای مسلمان، شد فدا جان فاروق و عثمان، حمزه با آن جگر پاره پاره، خالد و حیدر و سعد و سلمان، حمزه با آن جگر پاره پاره، خالد و حیدر و سعد و سلمان، 100,000 جوان گون شد، این زمینشان رنگ خون شد. این بندگان و رسولان اشک و خون محمد برون شد، اشک و خون محمد برون شد. بهترین بندگان و رسولان اشک و خون محمد برون شد. بانگ اقتدار من است، اقتدار شهد و شرف، افتخار من است. دین احمد غریب و حزین است، ناله ها در جهان پرطنین است. در شما شرق و هم غرب، دین حق را خطر در هم و غم مسلمان مقام است.
ثروت و کاخ و یا پست و نام است، هم مغمم مقام است. ثروت و کاخ و یا پست و نام است، خواب و غفلت سراپا فتاده، فتح و پیروزیش هم حرام است، فتح و پیروزیش هم حرام است. غیرتت ای مسلمان، شوکت و عزتت در فنا، بودن در اینجا نام ذلت به باد بیش از این تا بکی در جهالت، تا بکی خواب و در این حقارت، بیش از این تا بکی جهالت، تا بکی خواب و در این حقارت. زنده کن دین بر حق احمد، آن رسولی که گرید برآید، آن رسولی که گرید برآید. زنده کن دین بر حق احمد، آن رسولی که گرید برآید. تکبیر و دف اقتدار من است، اقتدار من است. جام شمس و شرف افتخار من است، افتخار من است. ای خدا در رهت جان نثاریم، حسینت شهادت شواریم. ای خدا در رهت جان نثاریم، چون حسینت شهادت مرامیم. کربلا در خون و شجاعت، نخل دین با شهادت بکاریم. جان نثاران به راه خداییم، ما مسلمان و هم با وفاییم. در ره دین و آیین و ایمان، ما همه با ضیا هم فداییم. من مسلمانم، 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 من مسلمانم. عشق دل خواهد که وصف همسر طه کند، آن که تطهیر و ثنایش ایزد یکتا کند. توسن طبعم ز شورش صد نوا دارد به دل، مرغ بی پر چون سفر بر عرصه عنقا کند. دختر صدیق اکبر در حیا و عفتش، او که نقش مادری اندر جهان ایفا کند. در صداقت چون پدر صدیقه کبرا بود، در عبادت مو به مو احکام حق اجرا کند. در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست، در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست. عفتش یاد از حیای مریم عذرا کند. آیشه روشنگر چشم رسول الله بود، آیشه روشنگر چشم رسول الله بود. حافظ قرآن پاک و هم حدیث القا کند. او نشان فقه و دانش اقیانوس علم، کی مقامی این چنین زن در جهان پیدا کند. هدیه کرد او را به پیغمبر خدای مهربان،
هدیه کرد او را به پیغمبر خدای مهربان تا محمد را برای مسلمین معنا کند. مدح این مادر میان سوره نور آمده، منشأ پاکی او را خالق مولا کند. سوره ای که از نور او دلها سراسر نور شد، کیست آن کو سوره و آیات را حاشا کند. هر که دارد اعتراض از بهر ام المؤمنین، هر که دارد اعتراض از بهر ام المؤمنین، سوره و آیات او را لعن و هم رسوا کند. 100,000 جان فرزندان فدای عایشه، 100,000 جان فرزندان فدای عایشه. نام زیبایش میان سینه ها مأوا کند. هر گفتمان قومی به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه. پشت هر حرف اینا حتی اگر به ظاهر تجزیه طلبی نیست باید به سرکوب بشه. به خصوص جریان در کردستان آذربایجان. هر حرفی آموزش ما بچه‌هامون میان مدرسه تا 7 سالگی آذری خوندن، ترکی خوندن، کردی خوندن، عربی خوندن، میان تو مدرسه نمیتونن فلان، بیام یه آموزش زبان مادری کنیم. به شدت باید سرکوب شه. آموزش زبان مادری نداریم. من میگم زبان مادری ها. دقت کن. خیلی از این عزیزان میهن پرست ما آموزش زبان مادری کوتاه اومدن. منم قبلا این کوتاهی اومده بودم، بعد دیدم نه اینا میان جلو. آموزش زبان مادری کوتاهی فرقی که در سوخته‌ها میگن آموزش به زبان مادری، یعنی شیمی و ریاضی هم به زبان کردی و ترکی بخونیم. آموزش زبان مادری یعنی اینکه آقا ما در کنار دروس دیگر یک کلاسی داشته باشیم برای زبان قومی خودمون. از همون ابتدا باید جلو تمام این بحثا رو گرفت. الان هم دارم به جمهوری اسلامی میگم اگر جمع نکنیم لباسای قومی رو جمع نکنیم، جلوی این بچه بازیایی که آقا رسانه استادی گذاشتی هر کی به زبان خودش و اینجور مسخره بازی‌ها، جلوی اینا رو نگیر. اگر این یک دستسازی قومی رو در ایران انجام ندی به سمت هم بوم، متأسفانه من میبینم به سمت بومی کردن، به این میگن بومی سازی. باید بریم به سمت همین. این کارو خوشبختانه ما در دوران 50 ساله محمد رضا شاه و رضا شاه به درستی داشتیم انجام میدادیم. همین محمد رضا شاه که خیلی‌ها بهش توهین میکنن، همین جلوی گسترده شدن مساجد سنی رو گرفت. برید آمار بگیرید. همین جلوی گسترده شدن مساجد سنی رو گرفت. برید آمار بگیرید. باید تمام گفتمان‌های قومی جلوش گرفته بشه. با قدرت، اینا بحثای تند، اینا بحث با سال‌ها رو این قضیه کار. باید جلوی این مسئله گرفته بشه. تو این زمینه درود به شرف رضا شاه و محمد رضا شاه من بفرستم. ببین ما باید انصاف داشته باشیم دیگه. این دو تا شاه طبق اقتضاعات بالاخره زمان خودشون آقا اصلا بیمور برگشت کلی باج دارن به آمریکایی‌ها و کشورهای غربی، حرفی نداری. ولی یه کاری کردم خدا شاهده، در حوزه داخلی به شدت جریانات پان کرد و پان عرب و پان بلوچ و غیره رو، به ویژه جریانه که اصلا نمیذاشتن شما مساجد سنی رو نگاه کنید که زمانش چند تا بوده، الان زمان جمهوری اسلامی متاسفانه ببین چقدره کوچیک همه سنی ها هست. این شاهی که انقدر فوش میدی اتفاقا کلی برنامه ریزی کرده بود که از همین سنی ها داشت شیعه بود، کوچیک همه سنی ها هست. شما تروریست های وهابی بگه. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه
نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. و خدا را سپاسگزاریم که به من و شما توفیق داده که بر گرد کلامش، بر گرد کتابش حلقه بزنیم، زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی هایش، از راه حل هایش، از راه علاج هایش، از نورش، از معنویتش، از خورشید معنویتش برای روشن کردن قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار خود و برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی ازش بهره ببریم، برای که این کتاب تنها کتاب هستی است که دست نخورده به همون زبانی که از آسمان نازل شده در میان بشر حجت خداوند است و بس. تنها حجت الهی در روی زمین از آسمان این کتاب است و بس. بقیه کتب مقدمه ای بودند برای این کتاب، ولذا با اون زبانی که نازل شدند باقی نمونده اند. اون چم باقی مونده از ترجمه ها، بعضا دست خورده، بعضا تحریف شده. با همه این اوضاع و احوال هنوز پیشگویی هایشون راجع به این کتاب و این پیغمبر در اون کتاب ها وجود داره. و با تشکر از این که ما را مشرف به مهمان بودن در خونه هایتون نموده اید، که از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه های ما و شما را با نور علم و عمل و توحید و قرآن و سنت و ایمان درست و توحیدی سرشار از معنویت بسازد و با این کتاب ها
و از بدعت ها و از کفر و از تاریکی و ظلمت بیدینی و بددینی و خرافه، بخصوص آنچه را که امروز در لباس تشیع بعد از 4 مرحله تحریفش ظاهر شده که این همه خون و بلکه دریای خون جاری کرده از ادبیات این ویرانگران و آنچه که از حوزه‌های شرکیشون به نام اسلام منتشر میشه، قلوب و افکار ما و شما را از آن پاک و مبرا نگه داره که دروغ جای راست رو نگیره، باطل جای حقیقت رو نگیره، بدعت جای سنت رو نگیره، شرک جای توحید رو نگیره، قبر پرستی جای خدا پرستی رو نگیره، امامت دروغین جای رسالت راستین رو نگیره. و این شگرد باندهای فریبکار روحانیت مدعی تشیع از روزی که به دست روحانیت یهود در قالب عبدالله ابن سبع درست شد تا امروز ادامه داره و عملکردش رو همه در صحنه سیاسی حداقل دیده‌اند که همه این عملکردهای شوم نتیجه انحراف عقیده و قلب و ایمان و دین می باشد و فهمیدن این کارها آسان نیست مگر با فهمیدن قرآن، کتاب زندگی. در شرح بهترین کتاب رسیدیم به آیه شریفه 14 و 15 از سوره یوسف علیه ولنبینا السلام که چطور مکاری کردند برادران یوسف بر علیه یوسف، که ما امروز همین مکاری و فریبکاری رو در لباس روحانیت تشیع بر علیه همه اسلام و مسلمین، همچون که در تاریخ ننگینشون بوده، امروز در واقعیت سیاسی هم میبینیم. و بشنوید تلاوت آیه شریفه رو، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش رو. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بدادند پاسخ که ما چند مرد همه پرتوان از برای نبرد، چگونه کند قصد او باز گرگ، بکوبیم او را به سنگی بزرگ. گر این کار ما را نباید ز دست، همانا زیان راه ما را ز دست. ببردند او را به صحرا و دشت، همه عزمشان نیز یکسان بگشت. در انبارک چاهیش افکنند، بر او چوب مکر و حسد را زنند. چو او را نهادند اخوان به چاه، اخوان برادران، حسد بد مرضی است. چو او را نهادند اخوان به چاه، بر او وحی فرمود یکتا اله. که هرگز باشی غمین و نژند، رهایی بیابی از این دام و بند. یکی روز آید که اخوان خویش، کنی آگه از آنچه آمد به پیش. ندارند هرچند درکی درست،
که هستند بس جاهل و رای سست. با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هر چی خواهی کن. بی خدا باش دغلکاری کن، حسد کن، توطئه کن. لیکن با خدا باشید، اگه آسمان ها و زمین همچنان که در حدیث که همیشه با خدمتون عرض کردم، همه آنچه که در آسمان ها و زمین هستند برات توطئه بچینند، خداوند فرمود من از این را از این وسط نجاتت میدم. بلکه کارها دست اوست و بس. فرزندان یعقوب تعلل پدرشون نپذیرفتند، عذر پدرشون نپذیرفتند که میگفت من میترسم یوسف و شما از من جدا کنی، اولا من غمگین بشم. این قسمت جواب ندادن، جوابی نداشتن، برشون اهمیت هم نداشتون، در صدد توطئه بودن، در صدد قتلش بودن. قسمت دوم سخنش رو که شاید گرگ اونو بخوره، این قسمت رو جواب دادن. قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبة، اگه گرگ اونو بخوره ما یه دسته قوی هستیم، اون در وسط ماست، ما حفظش میکنیم، به عهده ماست، مسئولیت ما حفظشه. اگر چنین کاری نکنیم پس ما نامردیم، ما ترسویم، پس ما ضعیفیم. اگر چنین باشه پس ما ارزش این که چوپانی هم بکنیم نداریم. از این باد به قبقب انداختن ها، هدفشون چیز دیگری است. اینجا خداوند نقشهشون رو برملا میکنه. اینا میخواد پدر رو فریب بدن به هر نحوی که شده. یوسف از دستش، یوسف فرزند دلبندش رو از دستش برو باین بگیرن، ببرن بیرون. ولی میگن که نه، گرگ نمیخوردش، ما دوربرش هستیم. اگر چنین کاری بکنه، اگر گرگ بیاد اونو بخوره، همه اینجا اظهار نفاق میکنن. ما همه اینا پیغمبر زاده هن، نه امام زاده. ما همه ضرر میکنیم، ما کرامتمون رو از دست میدیم، خوشنامیمون رو از دست میدیم، هم پیش خودمون شرمنده میشیم، هم پیش قوممون شرمنده میشیم. ما چون ذلتی رو نمیپذیریم. همه سخنان زیبا، اما اون چه در دل چیزی دیگریه. یعنی یک اسلوب فریبنده رو ازش استفاده کردن تا پدرشون همچین خاطره رو از خاطرش عبور نکنه. یعنی که گرگونو بخوره، اگر گرگونو بخوره پس ما هیچ خیری نداریم، همه ما رو خسارت کردیم. یعنی از پدرم پدرتر شدن. اگر گرگونو بخوره ما دیگه ارزش هیچ کاری نداریم. اینجاست که پدر ناتوان و پرتوت تسلیم میشه با همه این حرفا، با همه این تظاهرات، با همه این ریاکاری ها، تا اینکه تقدیر الهی به وقوع بپیونده و همچون که خدا میخواد داستان پایان میپذیره. ولی که خواست خدا رو هیچ که نمیدونه. انت تريد و انا اريد والله يفعل ما يريد. تو یه چیز میخوای، من یه چیز میخوام، لیکن خداوند اون چرا که میخواد اون میشه. همه مخلوقات، انس، جن، همه مخلوقات چطوری رودخانه مجرای آبه، همه این مخلوقات مجرای تقدیر الهی است، لیکن بدون جبریت نسبت به انس و جن. نسبت به انس و جن جبری وجود نداره. و این موضوع بسیار دقیق و هزاران بار توضیح دادم. و این دلیل بر اینه که پیغمبران غیب نمیدانند. اگر غیب میدانستند خب حداقل یعقوب اون چه که در دل
فرزندانش که بر علیهش توطئه میچینند میدانست. پیغمبران غیب نمیدونن. یه بچه قنداقی، بچه قرتی که هیچ قرتی نداده، هیچ مادری اونو نزاییده، امام زمانش کردند. کوران و کران امام زمانش کردند برای کوران و کران. اون غیب میدونه یا بقیه ائمه غیب میدونن؟ اگر امامت غلو نباشه، افراط نباشه، غیبدانی امامان افراط و غلو نباشه، پس هیچ غلو و افراطی در زمین وجود نداره. و اینجاست که حضرت امام جعفر صادق که او صادق است و مدعیان پیرویش کاذب، غالیان رو لعنت کرده، افراطگرایان عقیدتی رو لعنت کرده. و افراطگرایی عقیدتی خیلی خیلی بدتر و مضرتر و زیانبارتر از افراطگری سیاسیه. همه افراطگری های سیاسی که شما میبینید در یهودیت، در مسیحیت، در اسلام داعشی و اسلام شیعه نمایان، همه اینها نتیجه افراطگری عقیدتی است. اینو عوام نمیدونن و عالمان هم به جای اینکه اینا رو اصلاح کنن اثار از وسط میگیرند که دنیاشون حفظ کنن. الا من رحم ربک. و این فریبکاری عالمان از هر چیزی بدتره، یا عالم نمایان. به هر حال تقدیر الهی میخواد تحقق پیدا کنه. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابة الجب. پس وقتی که او رو بردند و اتفاق کردند که ان یجعلوه فی غیابة الجب، که او رو در مخفیگاه چاه قرار بدن، و در چنین وقت سختی یه بچه کودک 9 ساله یا 11 ساله به چنین مصیبت های گرفتاره، در چنین وقتی خداوند به دادش میرسه. و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا. بس به سویش وحی کردیم که البته ای یوسف تو از این کار بهشون خبر خواهی داد. و هم لا یشعرون، در صورتی که اونها این درک رو ندارن. پس اولین گام فریب و مکرشون از کجا شروع شد؟ برش داشتن. گفته میشه که یعقوب علیه و نبینا الصلاة والسلام که دلش ریشه نسبت فرزندش، فرزند دلبندش، با این پیر و پرتوتیش تا مسافت زیادی هم بدرقهشون کرد. وقتی که اونا رو تودیع میکنه، بدرقهشون میکنه، خداحافظی میکنه باشون، اونو از حمل میکردن یوسفو با خاطر که پدر رو راضی نگه دارن. هر کدوم به نوبت خودش اونو در بغل میگیره، در دوشش میذاره، مثل هر فرزند برادری یا برادری که انسان دوست داره. و وقتی که پدر خداحافظی کرد رفت، اونو به زمین انداختن و گفتن یالا بدو. بهش گفتند که تو خواب ندیدید که 11 ستاره تو رو سجده میکنه با همراه با خورشید و مهتاب؟ اینجا مشخص شد که آن خوابی که دیده بود چقدر اینها رو عصبانی کرده. همه این حسد به خاطر خوابی که دیده، همه این توطئه، همه این جنایت به خاطر خوابی که کودک خردسال دیده. پس انسان نباید خوابو به هر کسی بگه. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابة الجب. اجمعوا یعنی تصمیم گرفتن، اتفاق کردن. یه داستانی از واقعیت خودمون بیاریم. یه شخصی میگفت که من دوستان خواهش میکنم زنگ نزنید. شخصی میگفت که من از
صحرا پشم می خریدم. نفسم وسواسم کرد که با میزان بازی کنم، با کاپان، و به صاحب پشما یه رقم غیر حقیقی دادم نسبت به هر وزن. وقتی که قضیه تمام شد، اون صاحب کالا حس کرد که وزن کمتر از اون چیزی که اون فکر میکرد. میگه به من یک کلماتی گفت، این کلمات منو ترسوند. من راهمو ادامه دادم، از صحرا آمدم به شهر. این قضیه در شام اتفاق میفته. میگه در وسط راه من در یک کشمکشم با خودم، در یک جنگم با خودم، هی گفتگو میکنم با خودم که بازگردم پولشو بدم یا ساکت بشم، پول حرامه دیگه، یا اینکه بعداً در سفر دوم که اومدم پولشو بدم. ولی همچون در ترددم، هی با خودم دارم کلنجار میرم، به قول ما ایرانی ها، با خودم دارم گفتگو میکنم. در وسط راه بودم که ببینم چی رخ میده. میگه به خدا قسم دقایقی نگذشت که دیدم من پر از خونم. در وسط راه ماشینم چپه شد و در دریای خون غلطیدم. مقصودی که انسان اگر به گناهی افتاد اصرار نکنه در گناهش. هر گناهی میخواد باشه، هر معصیتی میخواد باشه، چه مالخوری باشه، چه ظلم بر دیگری باشه، چه قبر پرستی باشه، چه شرک باشه، چه غیر خدا خوندن باشه، چه ظلم بر مردم باشه، ظلم بر خلق خدا باشه. خداوند گاهی زود میگیره، عموما دیر گیرد، سخت گیرد، فرصت میده به انسان، ولی گاهی زود میگیره، بخصوص نسبت به کسی که خدا را بشناسه. ولی انسان وقتی به معصیتی افتاد زود توبه کنه، از خداوند عفو و مغفرت بطلبه. اما اگه اصرار کرد، چه بسا که هنوز به منزل نرسیده در دریای خون بغلطه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. تفصيلات زیاده، سؤال جواب، و خودش یوسف بیچاره کودک دست به دامن این برادر میشه، دست به دامن اون برادر میشه که من گناهم چیه، چرا منو در چاه میندازید، به کودکی هم رحم کنید، به پدرم رحم کنید، من تو چاه چه بخورم، چه بنوشم، چطوری بخوابم، من ضعیفم، من برادر کوچک شمام. چقدر انسان سنگدل باشه که به خاطر یک خواب برادرش رو تو چاه بیندازه. و شیعیان چقدر با سنگدل باشن که امام زمانشون که همه دینشون مرتبط به اونه تو چاه، تو سرداب بیندازن، ولی چون دروغی بیش نیست، آخوندهاشون میدونن دروغه، مردم خر کردن سوارشون میشن. در این که مناظرات داره، یه شخصی بود به نام اسدی که بعداً شد یکی از درندگان عراق. بهش گفتم اگه پدرت تو چاه باشه چیکار میکنید؟ پدرت تو قبر زنده باشه چیکار میکنید؟ میدونی نجاتش میدید یا نه؟ موند در زبانش خشک شد، نمیدونه چه بگه. شیخ عدنان ارعور نشسته بود، پهلوم فوری سرمون بوسید، خدا حفظش کنه، در مقابل مردم. و مقصود این که چقدر انسان سنگدل باشه که برادر دلبندشو به خاطر یک خواب به چنین روزی بندازه. تصمیمشون رو گرفتن،
و شیطان سواره برشون. لیکن ببینید در چنین وقت سختی خداوند طلا رو، ببخشین، انسان ها طلا رو آب دیده میکنند. هر آهنپاری رو کسی تو کوره نمیذاره که، اما طلا رو نه. در چنین وقتی با این مقدمات مصیبت ها که میاد، اونی که به داد یوسف میرسه نه امامه، نه امام زمانه، نه کوفت زهرماره، نه اینه نه اونه، همه دروغ های تشیع و بعضا تصوف رو بذارید زیر پاتون، لهله برداشتون کنید، بیایی به دریای توحید تا پاک بشید. در چنین وقتی خداوند به سراغش میرسه. لتنبئنهم بامرهم هذا. ای یوسف، تو باید بزرگ بشید، تو باید از این مصیبت گذر کنید. خداوند داره اطمینان بهش میده، تو از این مکان نجات پیدا میکنید و حتما هم از این عمل بدشون خبرشون خواهید داد، لیکن اونا الان درک ندارن. یه روزی ملاقاتت خواهند کرد، همچون تو الان بهشون نیازمند بودی، اونا نیازشون به تو بیشتر خواهد بود. تو رو نمیشناسن، اون وقت هم نمیدونن تو یوسف هستید، غافلگیرشون میکنید. علتش اینه که کسی که ظلم میکنه لا یشعرون، درک نداره، فهم نداره. اگر خمینی، اگر خامنه‌ای، اگر رفسنجانی، اگر اطلاعات، اگر روحانیت درنده حاکم بر ایران و بر عراق و بعضا سوریه و لبنان اگر درک و شعور می داشتن، این ظلم ها رو نمی کردن. و هاکذا بقیه ظالمان دنیا. و هم لا یشعرون، اونا شعور ندارند که خداوند با توست. اونا شعور و فهم اینو ندارند که العاقبة للمتقین، سرانجام با اهل تقواست، سرانجام با یوسف دلبند پدرشه که به خداوند از همشون نزدیکتر بود. ولذا الان آوردنش به صحرا، پدر دور، دارند اذیتش میکنن. یالا بدو. یوسف حیرانه، یعنی اون توطئه زشتی رو که در ذهنشون بود الان شروع کردن به پیاده کردن. لیکن خداوند به دادش میرسه. نه، این یک مهنته و منهه در مهنته. منهه یعنی بورس، یعنی پاداش. هر مهنتی یک پاداشی داره. و اینکه ای یوسف، این مهنت، این مصیبت تمام میشه، تو زنده خواهید موند، برادران تو تذکر خواهید داد، اونا نمیفهمند. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اینجا همه تصمیمشون گرفتند. با این تصمیم هیچ کسی مخالفت نمیکنه که به چاه انداخته بشه. اونجا که به چاه انداختنش دیگه ازشون دور میشه، دیگه نخواهند دیدش، قدرت دیدنشو ندارن. همه دنیا عاشق جمال یوسفه، برادرانش قدرت دیدنشو ندارن. همه دنیا عاشق جمال محمدی است، ابو جهل و ابو لهب و عموهاش قدرت دیدنشو ندارن به خاطر حسد. و این سنت دیرینی است در میان بشر، از قابیل شروع شده تا قیامت. اولین معصیت در آسمان از حسد شروع شد و اولین معصیت در زمین از حسد شروع شد. در وقت شدت، در وقت سختی که یوسف در مقابل این همه سختی، یوسف کودک در مقابل این همه سختی هاست، به مرگ نزدیکتر تا به زندگی، هیچ راه نجاتی نیست با هیچ عقلی.
با هیچ عقل انسانی مگر با ایمان. هیچ فریادرسی نیست. یک کودک در مقابل 10 نفر انسان قدرتمند، قوی هیکل، در چنین لحظه سختی خداوند در دلش میندازه که تو نجات پیدا میکنید، زنده خواهید موند. برادران تو در مقابل این موضع بسیار زشت تذکر خواهید داد و اونا نمیفهمند که تو یوسفید. و اجماع یجعلوه فی غیابت الجب. این دلالت بر این میکنه که این مسئله مورد مناقشه شون شد، وقت گرفت، در میان خودشون گفتگو صورت گرفت تا اینکه بر این اتفاق کردند. خداوند به یوسف الهام میکنه که اونا چی کار خواهند کرد. ما میدونیم که وحی یه الهام قلبیه، یک دانش مخفیه. شما دلت به یه چیزی مطمئنه، از کجا این اطمینان آوردید؟ و بعدا میبینیم که وقتی که در نهایت سوره یا در اواسط سوره بعد که یوسف متولی وزارت در مصر شد و برادرانش که اومدن پیش یوسف، نمیشناختنش و اون ظرف و قدحی را که در دستشون بود با انگشتش زد و گفت که ببینید که این ظرف چی میگه. این ظرف میگه که در بعضی روایت ها شما یه برادری داشتید باش چنین و چنان کردید. بعضی مفسران میگن که خداوند سبحانه و تعالی در این لحظه سختی بهش وحی کرد، لیکن برادرانش متوجه وحی نشدن، در صورتی که وحی چیز علنی نیست، چیز مخفی تو قلب شما میفته. حتما اینطوری نیست که دیگران بدونن. غیر از اون کسی که بهش وحی میشه دیگران نمیدونن. برای چیز طبیعی نیست، غیر طبیعیه. شما یه فکری تو سرتون میزنه، کی میدونه که شما چه فکر میکنید؟ ولذا اونا بعد از این که برادرانش بعد از این که یوسف متولی وزارت در مصر شد این مسئله رو فهمیدن و حتی اون موقع هم نفهمیدن که این یوسفه، بلکه در همون لحظهش وقتی این حرف بهشون زد راجع به ظرفی که خودشون گذاشته بودن، این یسرق فقط سرق اخ له من قبل، این برادر یوسف دزدی کرده، هنوز دارن ادامه میدن. 80 سال گذشته این برادرش دزدی کرده. بله، برادری قبلا هم داشته، اونم دزدی کرده. ببینی حسد چی کار میکنه. مقصود در وحی، در این آیه مقصود از وحی اینه که خداوند وحشت و نگرانیشو به انس مبدل کرد. این چیزی که در قلب انسان وارد میشه الهام از طرف خداونده، وسوسه از طرف شیطانه. نسبت به غیر انبیا الهام نامیده میشه. هر مؤمن این تجربه ها رو داره، کم زیاد. همچنان نسبت مادر موسی که پیغمبر نبود، خداوند بهش وحی کرد. این وحی الهامه که فرزندشو دریا بندازه. کدوم مادر فرزندشو به دریا میندازه و دلش مطمئنه؟ لیکن اون چی که از طرف خداوند وارد قلب میشه به مؤمن الهام میشه، خود انسان اونقدر نسبت بهش مطمئنه که نفس انسان باش مخالفت نمیکنه، یعنی دلش 100% مطمئنه. خداوند به یوسف وحی میکنه که نگرانیش برطرف میکنه. در وقتی که برادرانش تو چاه انداختنش در ته چاه، خداوند به دادش میرسه.
یوسفی که در دامن عشق و محبت پدرش زندگی کرده، برادرانش همچنین دوستش داشتن اون موقع قبل از اینکه خواب ببینه، الان از پدرش گرفتنش، خودشون باش بدرفتاری میکنن، از محیطش کنده شده، از خانوادهش کنده شده، افتاده ته چاه. اینجاست که آسمان به دادش میرسه و خداوند مطمئنش میکنه که اون چی که برات رخ داده ای یوسف، از این جفا، از این به اصطلاح امروز نامردی، از این خیانت غصه نخور، بلکه این سختی اومده تا تو رو آماده تر بکنه بر کار بزرگتری. اون چی که بودید بیشتر از اون باشید. و کسانی که بهت ظلم کردن، برادرانت، یه روزی میان دم درت که بهشون کمک کنید، رزق روزیشون رو از تو میخواند. تو اونا رو میشناسید، اونا تو رو نمیشناسند. انشالله این موضوع رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. امروز آقای بنی صدر فوت کردند و بنده ایشونو از زمانی میشناسم که در مجلس خبرگان بود، ولی خب این موضوع توضیح نمیدم برای اینکه امشب ساعت 8:30 به وقت لندن، 3 ساعت و نیم دیگه یه مصاحبه مختصری دارم در ایران اینترنشنال و اون توضیح خواهم داد. خدا رحمتش کنه. بنده فکر میکنم برای ایشون ترحم جایزه. در کتاباش شما از شرک آخونده ازش چیزی نمیبینید. اون چرا که بنده خوندم در روزنامه‌هاش، در بعضی از کتابهاش، بلکه برعکس حتی اماماتو میاد یه جور دیگه تفسیر میکنه. لیکن اینجور افراد مشکل همه اصلاحگران دینی، روشنفکران دینی شیعه در اینجاست که به اصلاح سیاسی بیشتر اهمیت میدن تا اصلاح دینی، در صورتی که اصلاح دینی خیلی خیلی مهمتره. ولذا کار آیت الله برقعی، کار استاد قلمداران، تا حدی کار استاد شریعتی، دکتر شریعتی خیلی مهمتر است از اصلاحات سیاسی. برادر لطفا شماره دکتر صاحب مرزایی رو برام بفرستین. همین شماره است جناب. سلام بر شما. شماره همینه، لیکن لطفا زنگ نزنید. شما زیاد تماس گرفتید، فقط بنویسید. من فرصت جواب دادن زنگ ها رو متاسفانه ندارم. فقط بنویسید، نوشتتون هم در برنامه زنده جواب داده خواهد شد انشاءالله. و در ضمن خودتون رو معرفی کنید و از چه شهری از افغانستان هستید.
آقای عبدالرحیم جانباز سابق: بیرو در بایستی دولت کنونی کارنامه رفوزگی قومی است، زیادخواه و تنبل و شرک‌آلود و قبرپرست و موهن به محمد و آل محمد که از چندگاهی دسته غاره شده در خیابان ظاهر می شوند. فمن یمن بله مولانا رحمه الله می فرماند فعل توست این قصه ها دم به دم، این بود معنی قد جف القلم. بله خیلی متشکرم. آقای ابو عطا: علیکم السلام و رحمت الله. در خبرهای ایران حاکی از نیاز شدید و مبرم بریتانیا برای راننده ماشین سنگین می باشد. با ویزا و دعوتنامه صادر میکنم. بنده دارای گواهینامه بین‌المللی بشم اگر امکان تمامی برای معرفی بشه. نه بنده هم چیزی نمیشناسم اصلا. تو این وادی ها نیستم. من همه کارم تو تلویزیون همینجور که میبینید. بعد از اینم 8-9 ساعت 10 ساعت شاید بیشتر مطالعه میکنم و فقط برای نماز میرم مسجد و بس. آقای سید شهاب: خدا کارتون آسان کنه، ولی بنده یعنی در این میدان ها چیزی ندارم، اطلاعی ندارم. داستان یوسف علیه السلام 40 سال به طول انجامید یا 80 سال؟ هر دو روایت اومده. بعضی گفتن 8 سال، بعضی گفتن 80 سال، بعضی گفتن 40 سال. در جلسه اول گفتن. آقای قاری فضل الرحمن رحمانی از تخار: خیلی خوش آمدید. فوری جواب دادید. خیلی خوش آمدید. بعد از برنامه شما اضافاتون کنم. میخوام از برنامه شما مستفید بشم. شما الان برنامه رو میبینید یا نه؟ آیا شما الان برنامه رو میبینید؟ اگر به خاطر یگان کار مهم به عروسی چند نزدیک خویشاوند رابطه نتوانستم، حکم چیست؟ آیا گناه کبیره کردم؟ نه خیر، گناه کبیره نکردید. اگر عذر دارید که هیچ گناهی ندارید. اگر عذر ندارید سنته که استجابت بکنید. لیکن اگر عذر دارید، یا اینکه یکی از عذرها اینه که در عروسی منکرات باشه، ساز و رقص و اختلاط زن و مرد باشه، این خودش یک عذره. اگر مادر خانم محرم است، اگرچه از خانم جدا شوی، آیا و سلام کردن با دست به مادر خانم جایز است؟ محرمش حرمتش موقتیه، یعنی شما با مادر خانم میتونید دست بدید، لیکن اگر طلاق دادید بعد از اون نه، یا جدا شدید بعد از اون نمیتونید دست بدید. در نماز جماعت پیش سوره رو خوندن بسم الله الرحمن الرحیم بلند گویم یا آهسته؟ سنت آهسته. سنت و قول راجح اینه که آهسته بسم الله رو بخونیم. در اینجا در معرکه و عروسی ها، عروسی رو فهمیدیم، معرکه چرا؟ غذای گوشتار میدن و ما نمیدونیم که این ذبح شرعی شده یا نه. در کشور مسلمان که انسان نباید سوال کنه که ذبح شرعی هست یا نه. مسلمانان ذبح شرعی میکنن.
ما اکثریت مردم مسلمان و اهل سنت هستن. آیا بخورم از این؟ بله، اشکالی نداره. مادامی که اکثریت مردم مسلمان هستن و بازار شناخته میشه، یعنی شما مکلف نیستید که برید یکی یکی سوال کنید. آیا این سخن درست است؟ من آن مورم که در پایش بمارند، نه زنبورم که از نیشم بنارند. بله، این سخن شیخ سعدیه. بله، حالت خودشو میگه. آیا این سخن درست است که بنده گویم که هر کسی که راهی را که استاد مولازاده بر آن راه مردم را دعوت میکند قبول نکند منتظر عذاب الهی باشد؟ نه، اینجوری نگی. بگی هر کسی که راه توحید را تا مسئله شخصی نباشه، هر که توحید و قرآن و سنت رو دنبال نکنه منتظر عذاب الهی باشه. مؤمن یعنی امنیت دهنده نسبت به انسان، یعنی ایمان آورنده نسبت به خداوند، یعنی امنیت دهنده. آیا بزکشی جایز است؟ یعنی چی؟ الکی با عنوان کاری که در تاجیکستان میشه که مثلا اسب سواری میکنن بزو میکشن، این نه، این نادرسته. این اذیت آزار حیوان نادرسته. از دعاتون خیلی متشکرم. آقای افشین، سرود زیبا برای حضرت عمر فاروق. به ما گفتند که سرودا ممنوعه. صبح بدا نور ظهر نجم وشمس وقمر ألقى على الدنيا الدرر هذا عمر هذا عمر كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر كي تستفيد من العبر هذا عمر هذا عمر. لا لن تدوم الجراح بل سيأتي الصباح نحن أهل الكفاح نحن فينا عمر. لا لن تدوم الجراح بل سيأتي الصباح نحن أهل الكفاح نحن فينا عمر. نظراته برق لمع كلماته رعد سمع كالموج عال مرتفع هذا عمر هذا عمر. أهدى لنا أحلى السير نزلت توافقه رضی الله عن عمر. سلام، من تصمیم خودم رو گرفتم که برم لاهور. الان میتونم برم؟ نه، الان نمیتونی بری. تصمیم خوبیه. الان شرایط اونها اصلا مناسب نیست، ایرانی قبول نمیکنن و حتی فکر نمیدونم راجع به غیر ایرانی هم شنیدم الان قبول نمیکنن. ایران با مشکلی که بر اونها درست کرد با 30-40 جاسوسی که اونجا گرفتن بعدا اسمتون رو اضافه میکنم انشاءالله. آقای شریف نارویی، رد شبهات خوارج شیخ البانی رحمت الله علیه. بالإنكار ليش أنتم بتقولوا نحن سلفيون؟ أنا أجبت بجواب جدلي. زیرنویسش خیلی پایینه. میگه من در جواب خوارج یک جواب جدلی بهش دادم که حقیقت نیز بود و دوما جواب علمی بود دادم. أولا لكنه بحق
ثم بجواب علمي ثانيا قلت نحن نقول نحن السلفيين، لا نقول أنتم بتقولوا نحن من الإخوان المسلمين. فارفعوا هذه حتى نرفع هذه. میگه جواب جدلی این بود که شما میگی که ما اخوان مسلمینیم، ما ولذا میگیم سلفی هستیم، شما اونو برداری ما اینو برمیداریم. بله. فارفعوا هذه حتى نرفع هذه، لكن مع ذلك لو رفعتم اما با این حال اگر شما این اسم از خود بردارید رفعنا ما اسم خودمون چی بر نمیداریم. طبعا لأن الانتساب إلى السلف ليس تحزبا. برای که انتساب به سلف شامل انتساب به سلف یک تحزب حزبگرایی نیست. منهی عنه بل هو المأمور به. منهی هم نیست بلکه مأمور بهی هست، همون چیزی که فرموده خداوند بهش دستور داده. في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله من تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أول من يدخل في هذه العبارة المضاف مضاف إليه سبيل المؤمنين هو السلف الأول. راه مؤمنان راه السلف اوله، همون راه شیعه تکفیرشون میکنه. السلام علیکم خانم نسیم توحید. علیکم السلام رحمت الله. خدمت استاد بزرگوارم، شما تمام احترام زیر سایه رحمت و مغفرت حفظ کن، آمین یا رب. موضوع کلیپ مخبر زمان 50 ثانیه. بعضی هم میخوان با مخبری قوی بشن، جاسوسی مردم بکنن، مخبری مردم بکنن، دلش خوشه، قدرته. کسی که خدا داره نمیخواد با خدا تقویت بشه، میخواد با یه مخبری تقویت بشه. فاتحه خودش و مخبرش خونده شده. فکر میکنه 2 روز گوش مردم بگیره ببره تو سوراخ بزنه، خلاص فلان مأمور رفیقشه. کاری بکنیم که بگن جبرائیل یک طرفشه، میکائیل یک طرفشه. خب خدا رو شکر، پس شما سلامت هستید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما استاد گرامی و تمام بینندگان عزیزتون موحدین گرامی سلام عرض میکنم خدمتون. استاد خسته نباشید، امیدوارم که الله خیر و برکت همیشگی به شبکتون بده. الحمدلله که هنوزم هستیم با صلابت و همینطور داریم برنامه ها رو ادامه میدیم و اینو بدین که شما روشنی چشم ما هستید. خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنیم که با تمام این اذیت ها و آزارهایی که بهمون میرسونن، چه ما که داخلیم و چه شما که اونجایین، ولی باز هم به لطف و مرحمت الله داریم ادامه میدیم. حالا شاید کم بشه اما مطمئناً به خاطر منت الله که به ما داشته و توحیدی که به ما بخشیده قطع نمیشه و سعی میکنیم تا لحظه مرگمون این راه ادامه بدیم. از همینجا اعلام میکنم هیچ وقت ما دست از توحید و عقیدمون نمیکشیم. حالا میخواین شکنجه بدین، میخواین اذیت کنین، میخواین آزار بدین، میخواین زندانی کنین، ما توحیدمون رو رها نمیکنیم. شاید شماها بدتون میاد. چرا؟ چون ما فقط رضایت الله برامون مهمه. نصرت بخشیدن دین الله به عهده ما مسلماناست که سر تسلیم فرود آوردیم به عنوان یه مسلمان. خیلی خیلی ببخشید که مزاحمتون شدم. التماس دعا دارم از شما تمام بینندگانتون. به الله میسپارمتون. فی امان الله. فی امان الله تعالی و حفظه. یکی از نزدیکترین افراد ایشونو به خاطر موحد شدن گرفتن و بردن زندان.
در ظرف 3 روز معتادش کردن به مورفین. چنین بلایی سرش در آوردن. خداوند اونها رو نفرین کند و مؤمنان رو از شر اجامر خامنه‌ای نجات دهد. توصیه رفتار با مجرمین در بند بفرمایید. توصیه که حتما توصیه خمینی باید باشه یا خامنه‌ای. من اعلام کردم، این را اعلامیه دادم که حبسی را در حکومت اسلامی ولو هرچه مجرم باشد حبسی را حق ندارن به اینکه گرسنگی بدن، حق ندارن به اینکه یه سیلی بهش بزنن. بله، حرفاشو بشنوید و عملکرد و همه ملت ایران خودش شاهده. اینا در مذهبی هستند که 90% تقیه. اینا رو من توضیح دادم. هرچه بیشتر دروغ بگن شیعه ترند، با عرض معذرت از همه شیعیان. اگرچه شیعیان حرفا رو بهتر از ما میدونن در آن عموم مردم شیعه. خب اگه حبس نزنن چرا تکه پاراشو میکنید؟ چرا دستور دادی قطب‌زاده رو قبل که به زندان بیارن تکه پاراش کنن؟ اگه بنی صدر رو میگرفتن همین کار باشو میکردید؟ وقتی به شما میگن دجال یعنی این، حق نداری حبس سیلی بزنید، گرسنگی بکشید. الان تو زندان ایران چه زهرماری به شما میدند؟ شکنجه هایی که صداشون با آسمان هم رفته، بخصوص با هکرهایی که دوربینای ایوینو درش نفوذ کردن. پس این آقا داره دروغ میگه. مریدان و مقلدان خمینی اون چرا که خمینی در دلشه انجام میده، نه اون چرا که میشنون. برای که اینا چند زبانه هن. آقا الان که الانه اینا روزنامه مخصوص به خودشون دارن که سریه. توجه میفرمایید؟ اخباری که بین خودشون رد بدل میشه. من وقتی در ایران بودم 23 سال پیش، گاهی از مخفیانه این روزنامه دستمون میافتاد. حق ندارن به این که او را شکنجه بکنن، حق ندارن که یک کلمه درست رو بگن. اون قدری که حق دست این است که محاکمه‌اش کنن، هر طور جرمی که دارد به اون جرم چیزش بکنن، جزابش بدن. بیشتر از این نه، زائده بر این نه. خب اگه راست میگه که راست در قاموس خمینی و مراجع مدعی تشیع وجود نداره، اگه راست بگه، پس چرا 3000 نفر مجاهدو که احکامشون هم تازه صادر شده بود لطپار کردید؟ همین رئیس جمهور درنده‌تون جز هیئت مرگ بود. مگر آقای منتظری غیر از این حرف چه حرفی زده بود که عزلش کردید؟ این آقا مثل مجلسی یک دروغگوی کذاب 100%. و مثل شاگردانش، مثل رفسنجانی، مثل خامنه‌ای. توصیه به مرحوم بنی صدر یعنی چی؟ دوستان این کلمه مرحوم به کار نبرید. به جای مرحوم رحمت الله علیه یا رحمه الله به کار ببرید. مرحوم یعنی رحمت شده. ما که نمیدونیم که رحمت شده. اگرچه قصد گوینده اینه که خدا رحمتش کنه، لیکن این مرحوم گفتن ادعای خدایی کردنه. درست مثل بعضی از عربا میگه مغفور الله، فلانی مغفرت شده. از کجا میدونیم؟ بریم توصیه خمینی رو. من الان هم نصیحت میکنم آقای بنی صدر را به اینکه نبادا در دام این گرگ هایی که در خارج کشور نشستند و کمین کردند
بیفتی؟ مگه گرگی بالاتر از خودت وجود داره؟ در منطقه گرگی درنده تر و وحشی تر از خودت و شاگردانت وجود داشته؟ ایران و عراق و سوریه و میلیون ها کشته و در به در گرگی شما را چنان ثابت کرده که شارون درنده خونخوار نسبت به شما میشه. بر کسانی که عقلشون در دستشونه. و این آبرویی که از دست دادی بدتر میشه. برعکس آبروش حفظ کرد. اگر میموند با شما میشون مثل حبیبی، مثل رجایی، مثل بهشتی، مثل روحانیت دجال حاکم، مثل رفسنجانی، مثل اینایی که هیچ کدومشون نموندن یا زندانن یا بیرونن جز سید علی و حوزش نمونده. آبروشو حفظ کرد. اتفاقا خودش هم گفت ما میریم که بمونیم، شما موندید که برید. همون روزای اول همین حرف زد. من علاقه دارم که تو بیشتر از این خودت را تباه نکنی. تباهی دنیا و آخرت مال خودته. خودت تباه شدی. اگر خمینی به قدرت نمی رسید در تاریخ تشیع یک فرشته می شد. برای تشبیه مثال میزنم، امام رضا که شیعه نبوده، لیکن خب امام رضا اهل سنت بود، اینا به زور شیعهش کردن به جای خودش، لیکن امام رضا چه نامی در میان شیعیان داره؟ چقدر خوشنامه. اگر خمینی به قدرت نمی رسید و ماهیتش شناخته نمی شد، می شد شخصی مثل امام رضا. و کسروی چقدر دوراندیش بوده وقتی گفته که ما به روحانیت یک حکومت بدهکاریم، روحانیت شیعه و رافضی. من علاقه دارم که همه اشخاصی که در این مملکت زندگی میکنند یک زندگی انسانی الهی باشد. اینم دروغه. اگر چنین علاقه‌ای می داشتید 25 تا 30 میلیون اهل سنت رو به خاک مذلت نمی نشوندید. به دروغ یک مسجد در تهران بهشون نمی دادید و اونو پس نمی گرفتید. در قانون اساسی اصولی رو برشون نوشتید، 42 سال گذشته بهشون عمل نشده. لعنت خدا بر دروغگویان باد. و چقدر راست گفت علامه احمد مفتی زاده وقتی این حرف زد در حسینیه ارشاد، بهش تیراندازی شد. گفت که دروغ بده، لیکن از پیرمرد ریش سفید بدتر. مقصدش همین دروغگو بود. مبادا یک وقت در دام اشخاصی خب اون دام اشخاص مرگ بده برای مرگ خوبه برای همسایه. شما مثلا بنی صدر رو دارید به اصطلاح خودت نصیحت میکنی که در دام گرگان نیفته و مقصود از گرگ اینجا صدام حسینه، خدا رحمتش کنه. و خودت چرا اونجا بودید؟ 15 سال آب و نان و نمک عراق خوردید. صدام میتونست اونجا قیمت کنه مثل صدر رو انجام داد و اتفاقا از شاه خواسته بود، شاه قدرت تصمیم نداشت. اگر قیمه میشدید ایران به روز گرفتار نمیشد. لیکن شاه چون سرطان داشت و چون دیکتاتور بود، کسی قدرت نصیحتشو نداشت، تک رأی بود. همه میگفتن برای چشم برای چشم، مثل خود همین آقا. خودت 15 سال اونجا بودید. ببینید صد نصیحت میکنه که چرا که دنبال مثلا با این آن همکاری نکنید. بنی صدر خدا رحمتش کنه گرفتار شعارهای سیاسی شده بود.
نمیتونست پیامش رو عوض کنه. مجاهدین خلق اگر من با تزای سیاسیشون، با ادبیاتشون، با عقایدشون خیلی موافق نیستم، لیکن این که با عراق همکاری کردن مشکلی نیست. دشمن دوستته. چطور خود خمینی، خود خامنه ای با امریکا همکاری کردن برای علیه عراق؟ اون موقع همکاری مجاهدین خلق با عراق بر علیه نظامین ها نامردیه؟ دنیا سیاست دنیا دادستده. اگرچه از خود بنده از عراق خواستن من برم، من نرفتم. مثلا شخصی فرق میکنه تا مثلا یک حزب و یک جماعت و یک سازمان. احتمالا آقای بنی صدر یا اون اطمینان رو نداشته یا اینکه درگیر شعارهای سیاسیش بوده. به هر حال خدا رحمتش کنه. و بنی صدر بیشتر از که خودشو یک سیاستمدار بدونه، سیاست باز نبود یکی، و دومی که خودشو بیشتر یه شخص محقق و علمی معرفی میکرد، نشون میداد. باز عرض میکنم نقصی که در کار آقای بنی صدر خدا رحمتش کنه، در کار آقای سروش، در کار همه اصلاحگرایان سیاسی هستش، در اینه که چشم به اصلاح سیاسی دوختن. آقا خانه از پای بست و ایرانه، شما میخوای ساختمان ترکیده میخوای رتوتش کنی؟ این نمیشه. اصل ساختمان رو باید درست کرد. تا این مذهب درست نشه، تا این ویرانگری های عقیدتی دینی که شکل سیاسی گرفته درست نشه، از راهی که آیت الله برقی وارد شد، استاد قلمداران وارد شد، احمد کسروی وارد شد، موسوی وارد شد و بقیه اصلاحگرایان شیعه، موحدان شیعه، تا این راه پیموده نشه با رتوش‌های سیاسی کاری درست نمیشه. آقای خاتمی دجال اومده دم از اصلاحگرای سیاسی میزنه، شخصی که بدعت شهادت فاطمه را مطرح کرده. یعنی اصلاحگرایان در ادبیات دینی همون آخونده هستن، همچون که مجاهدین خلق همون شیعیانی هست که به جای 3 بار سینه بزنند 1 بار سینه میزنند. یکی که این ملت اونها را سرتاپا شناخته است و آنها از تو پشتیبانی کنند و تو هم در دام آنها بیفتی که هم دنیا به باد رفته است آخر و هم آخرت. اگه تو آخرت معتقد بودید که این جنایت ها را انجام نمیدادید، این همه آدم کشی نمی کردید، این همه ظلم نمی کردید، این همه دروغ نمی گفتید که 30 میلیون انسان رأی بده، من میگم نه. البته اصل مشکل در کجاست؟ این که به شورا اعتقاد ندارید، مثل همه نانبخوران تشیع، لیکن لازمش دارید در مقابله با دنیا، برای که این مسلمانان بودند که به دنیا دموکراسی و شورا یاد دادن. در تاریخ بشریت غیر از مسلمانان کدام دینه که شورا داشته باشه، انتخابات داشته باشه؟ شما انتخابات 1400 سال پیش رو بهش فوش میدید، الان اومدید انتخابات آریه گرفتید. وقتی بهش اعتقاد ندارید معلومه که حرف دلت میزنید. 30 میلیون بگم بله، من میگم نه. اگر نصیحت های منو گوش کرده بودی و اون چه من میخواستم میشد، این مسائل پیش نمی آمد. اگر نصیحت رو گوش میکرد بدبخت میشد، مثل حبیبی میشد، مثل رفسنجانی میشد. خوبیش در همینه که به نصیحت دجالیشون تو گوش نکرد، لیکن اون جرأت و اون جرأت سیاسی رو نمیگم، جرأت دینی رو میگم.
اون جایی را که مصلح بزرگی مثل برقعی رسیده بود نرسید آقای بنی صدر و سیاستمداران معمولا به چنین چیزی نمیرسند، برای که چشمشون به دست مردمه. که نگذاشتند اونهایی که به تو اظهار علاقه می کردند اونها به اسلام علاقه نداشتند و تو را کشاندند به جایی که طواف کردند. بیا من میگم اینا مستند، سیاه و شب سفید میبینند، سفید و سیاه میبینند، چپ و راست میبینند، راست و چپ میبینند. شخصی که از استبداد دست برداشته با استبداد همکاری نمیکنه، با جنایت همکاری نمیکنه، از روز اول هم موافق نبوده، به هدفش نرسیده، دجالان و کذابان و روباهان روحانیت و غیر روحانیت متفق شدن بر علیهش و اومده بیرون. این مردانگیه. میتونست بمونه به ریاستش ادامه بده، بعد دست خمینی رو ببوسه و ادامه بده، مثل رفسنجانی، مثل خامنه ای. چطوری مثل مارمولک میشینن جلوی خمینی؟ خودت را تباه نکن. به دام این اشخاصی که مثل اژدها دهان باز کردند تا همه حیثیت تو را به باد فنا بدهند و ببلند نیفت. بیا نصیحت پدرانه میکنه به اصطلاح. آخه عجیبه انسان واقعا چقدر جسور باشه، چقدر گستاخ باشه، چقدر بی‌وجدان باشه که اینجوری نصیحت کنه. اگه تو واقعا دوستش داشتی چرا براش همه مشکل درست کردید؟ چرا به رأی ملت احترام نگذاشتید؟ شما وقتی بنی صدر رو طرد کردید یعنی ملت رو طرد کردید، چون نماینده ملت بود. لیکن این جسارت و گستاخی میخواد که انسان واقعا پرده حیا رو کنار بندازه. مردی را که ملت انتخاب کرده شما میون طردش میکنی بعدم نصیحتش میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی ملت بی ارزشه، انتخابات بی ارزشه. اگر چنانچه توبه کنی و برگردی بیا و علاقه خودت عقلشو نگاه کن، توبه کنی و برگردی. ای خدایا. آقای منتظری که در داخل بود توبه کرد. این شعور سیاسی یه رهبر یه مملکت. آقای بنی صدر رئیس جمهور 70% مردم تو رو انتخاب کردم، من تو رو زدم کنار، باید توبه کنید. یعنی خودکشی کنید. از این گروه های مفسد آقا اشک تمساح همینه، اینه بهش میگن اشک تمساح. فاسد، جنایتکار. همه این صفات به خودش و دار دستش صدق میکنه و الان بعد از 42 سال از هرمن شمس شده. قلب کنی و در یک کناری بشینی مشغول تصنیف و تألیف بشی. من این حرفا هم روزای اول هم شنیدم وقتی گفت صلاح توست. اگر شما اون نصیحتی را که اون روز من با حال مرض در بیمارستان به شما کردم گوش کرده بودید، امروز اینطور نبود و من نمیخواستم باشد. بله. خب این لهجه سخن لهجه نوح خانیه و عوام و خصوص تشیع، مقلدان تشیع با این لهجه عادت کردن. نوح خانی، روز خانی و در سراسر حرفاش یک کلمه عقلی نیست، یک کلمه علمی نیست، یک تحلیل درست نیست. فقط روز خانی، نوح خانی، فقط مونده گریه کنه سینه بزنه. این هم دروغه.
دست شما درد نکنه آقای هدایت شده هیئتی که زحمت میکشید. آقای محمد از روسیه: استاد نهایت عزیز سلام و رحمت الله علیکم السلام. آخوندهای ایران را آتش گرفته بعد از پیروزی آذربایجان به ارمنستان و همین حال دجالگری دارن. بله شکی نیست. روس‌ها را تشویق دارن میکنن دست به عمل بزنن، شکی نیست. ولذا من میگم که هیچی بعید نیست که مسجد شیعیان رو در افغانستان، فاطمیون، ایران این کارو کرده باشه تا پای روس ایران دوباره باز بشه در افغانستان. هیچی بعید نیست. نمیدونم شما شنیدید عالم آذربایجانی به نام حیدر جمال رحمه الله سخن شما را میزد که یگانه خطر به آخوندها بیداری جوانهایی که با اینا میبرند و رو به توحید میآورند کمر شکن است، چون قدرت ایمان از قدرت فلان اتمی قوی تر است. شکی در این نیست. نه من نمیشناسم ایشونو، خدا رحمتش کنه. اگر استاد حیدر جمال اسمشه کی فوت کرده. آقای امید شاهوزهی علیکم السلام. آقای ناصر از تهران: دخترم اسما مریضه، لطفا براش دعا کنید. خداوند مریضان ما و شما رو شفا بده. هر موقع اجازه دادن معهد اعلام بکنید. چشم. استاد این کلیپ شخص شماست. هر کسی که حق آقای ملازاده رو ضایع کرده، لعنت خدا و ملائکه و همه جن و انس تا روز قیامت بر او باد. الله سبحانه و تعالی اون رو در بهشت وارد نکنه، در قهر جهنم تا ابدالابد بمونه. بگو آمین. آمین. خب غیر از این چیز دیگه میخوای؟ نمیشه از بهش زنگ بزنی؟ خب من میخوام. بابا زنگ زدم، بارها بهش زنگ زدم، خودش میدونه، ازش بپرس. بارها بهش زنگ زدم، میگه من با تو مشکلی ندارم، تو حق منو نخوردی. دروغ میگه. این دروغ میگه. کی به من زنگ زده؟ علنا دروغ میگه. لیکن این اجازه بدین تمام بشه بعد جواب بدم. کسای دیگه خوردن. میگه من به خاطر اینکه کسای دیگه ایشون یک دروغگوی دنیا پرسته، آقای انصاری، و بزرگترین مشکل و ایشون و در دستش که حیدری و ماجد عباسی باشن درست کردن و اموال و دیگران خوردند، لیکن ابزار دستشون اینا بودن. همه اینها دوستان من بودن ولی مهارشون رو گرفتن، راست راست چپ چپ، و آخرشم خدا رسواشون کرد. همین آقایی که به مردم وعده میداد که بیاید اونجا من براتون جنسیه میگیرم، خودش از اونجا طرد شد، بقیه هم طرد شدن و یک کلیپ بلند بالا درست کردن به وسیله دستهای پنهان که بنده رو چنان نشون میدن که من خودم وقتی اینو گوش کردم دیدم که نکنه منم اطلاعات ایران باشم خبر ندارم. ولی از آدم دروغگو آدم چه توقعی داره؟ همین آقا به دروغ بر من ایمیل زد وقتی دید که مشکل داره حل میشه، قسم خورد که من بعد از این دیگه نه بر علیه دروغ میگم، نه افترا میزنم، نه تهمت میزنم. گفتم خب همین ایمیل رو بر 3 نفرتون بفرست، برای 3 نفر، برای ماجد عباسی و حیدری. گفت نه این ایمیل من اشتباهی فرستادم. همچه آدمیه. و خداوند همشون رو رسوا کرد. یکیشون دیوانه شد، 2 تاشون طرد شدن، اما بزرگتراشون از وزیر تا دربان خداوند چنان زدشون که چه بگم. عاقلان را اشاره کافی است.
و هنوز ببینید خداوند چی کار میکنه. شیخ شعراوی جمله بسیار جالبی داره، میگه کسی بهت ظلم کرد بشین دور نگاه کن، دستت نرسید بشین دور نگاه کن خدا باش چی کار میکنه. بله ایشون یه پول پلاکی گیرش اومد نیامد، من نمیدونم، یه زن تاجیکی دوم گرفت، نمیدونم آقای قاسم اینجا برای خودش یک ماشین بلند بالا گرفت، اینا میگذره دقت. اما بنده هنوز همونی هم که 20 سال پیش بودم هیچی فرق نکردم، شکر خدا. و اینو از مولانا عبدالعزیز یاد گرفتم و از بقیه دعوتگران و از خداوند ثبات قدم میخوام. سه چهار سال قبل فوت کردند آقای بسم الله الرحمن الرحيم. Хотелось бы сказать несколько слов, наконец, о политике Исламской Республики. خب زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم. ایشون حیدر جمال عالم آذربایجانی هم به آذری حرف میزنه. آقای قاری فضل الرحمن، کلیپ هایی که مختصر باشه شما میتونید بفرستید، کلیپ مختصر باشه که سلام علیک جناب دکتر شیخ محترم، امیدوار هستم جور صحتمند و سلامت باش. دوستان پیام وقت زیاد میگیره، خواهش میکنم فقط بنویسید. خانم ام ابوبکر، عروسی برادرم چند روز بعده، در اون رقص و موسیقی هست اما بدون مخالطت بودن مردها. آیا رفتن من درسته؟ نه در موسیقی درست نیست. موسیقی نباشه رقص اشکالی نداره بین زنها بین خودشون. من دوست دارم عمرم در راه الله صرف بشه. وظیفه من چیه؟ که الله ازم راضی باشه. مستقیم باش. اگر دین بخواید در یک کلمه خلاصه کنی مستقیم باش، اون چی که دین گفته عمل کن. این برنامه ها را گوش کن، روز به روز بهتر میشی. لطفاً اسم مرا داعی از سراوان. آقای داعی سراوان، سلام بر شما و بر سراوان. به مناسبت فوت آقای بنی صدر، خمینی به وعده‌ای که در پاریس میداد باور نداشت. بله. نه مشکل روشنفکران شیعه رو اینه که همچنان که خود آقای بنی صدر اعتراف کرد بعداً و کتابی نوشت خیانت به امید، اینه که مراجعشون رو مثل مسیحیان که قدیس هاشون رو نگاه میکنن اینجوری نگاه میکنن، در صورتی که در اسلام این نگرش به انسان ها ارباب کردن اونهاست. هیچ کسی قدیس نیست، هیچ کسی بالاتر از اشتباه نیست. قد میکنی؟ یعنی ایشون میگه که ما فکر نمیکردیم که مرجع دروغ میگه. خب این نشونگره چیه؟ نشونگره اینه که مذهب رو نمیدونه، مذهبی که 90% دروغه.
به اعتراف خود مذهب لا دین لمن لا تقیه له، دینی که درش تقیه نباشه کسی که تقیه نکنه دین نداره. خب معلومه که مذهب رو چشم بسته قبول کردن. ختم میکنی؟ و چشم بسته قبول کردن، چه در تشیع باشه چه در تصوف. خدا کردن شیخ و قطب و درویش و قلندر و مرجع و روحانیته. همین مصیبتی است که در یهودیت و مسیحیت اسلام بهش حمله میکنه، میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اون موقع کسی اسلام اینطوری بشناسه ارزش آزادی انسان در اسلام خواهد شناخت که در مقابل هیچ کسی سرخم نمیکنه، قلب خم نمیکنه، دل خم نمیکنه جز خداوند. این نوار شما نمیاد، اگه بیا روش دیگه ای بفرستید. این نوار شما نمیاد، اگر لطف کنید به روش دیگری بفرستید تا بتونم بذارمش. باز نمیشه الان. به مناسبت فوت آقای بنی صدر، ابوالحسن بنی صدر خمینی به وعده که در پاریس میداد. بله اگر لطف کنید دوباره بفرستینش. آقای دکتر این عکس رو واتساپ عکس خودتون نیست، با من میترسم شما رو اشتباهی ذخیره کرده باشم تا داستان هدایت خود رو بفرستم. نه این عکس خودم نیست، من خودم که برای خودم تبلیغات نمی کنم که این عکس علامه احسان الهی ظهیره. ولی شماره برنامه بفرمایید، داستان بفرستید، مشکلی نیست. اگه امکان است لطفا عکس خودتون بفرست که من خیالم راحته. عکس فرستادن که هر کسی میتونه بفرسته. بله این که چیزی نشد که. آیا کسی که مواد مصرف کننده مصرف کنه نماز روزش قبوله؟ من به کسی که گفتم، من دکتر موضوع شدیم که گفتن درسته، اون فرد گفته اشتباهه، نماز روزه رو درست نیست. نماز روزه برش واجبه، یعنی این که مواد مصرف کرده نماز روزش ساقط نمیشه. لیکن پیامبر خدا میفرماد کسی که پیاز و سیر خورده به خاطر بوی دهنش نیاد مسجد ما. سیگار بکشه چطور؟ مواد مصرف بکشه چطور؟ اینا همش حرامه. تریاک حرامه، هرچی مواد مخدر حرامه. لیکن نماز ساقط نمیشه، نماز باید بخونه و سعی کنه که به جای ترک نماز ترک احتیاط بکنه. آقای رحمت الله افغان، نظر رضا فاضلی هلاک شده درباره اسلام. بله با ایشون من گفتگو کردم در زمانی که قبل از فوتش. خب ایشون هنرپیشه بوده، اسلامی که شیعه بهش نشون داده ازش فرار کرده، بعدم آشنا شده با اسلام سیتیزان لس آنجلس، با مانیفستش هم کتاب شجاع الدین شفا. دیگه بیشتر از این چی میخواید؟ یعنی اسلام در واقع اینا نرسیده. این یک. دومی که کسی که از اسلام گریخته دیگه قانع کردنش آسون نیست. که شما هر چه بگیم اسلام همینه که آخونده گفتن. من تو تهران نشسته بودم توی اون زمانی که 40 سال پیش مثلا یا 35 سال پیش، تو اتوبوس
مردم بحث میکردن اینا، من دخالت کردم گفتم آقا این چه ربطی به اسلام داره؟ اعمال آخوندهای شیعه چه ربطی به اسلام داره؟ این نگاه کرد گفت اگه اسلام اهل بیت اینطوری باشه اسلام شما بهتره. گفتم قطعا بهتره. اینا اسلام اهل بیت نیستن. بیا شیعه رو قانع کن که تشیع به اهل بیت ربطی نداره. چطوری قانعش میکنی؟ وقت میخواد. اسلام با شمشیر و خونالودی و گردن زدن و دریای خون را انداختن و نامردی اومد خودشو معرفی کرد. این چرندیات دیگه، این چرندیاتیه که مستشرقا ساختن و شاه اللهیا هم اینو به ارث بردن و این آمدن اسلام به این شکلی اهانت به ملت ایرانه، اهانت بزرگی است و علاوه بر که با روح اسلام هم نمیسازه. دینی که میگه من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و موقع ایرانی ها رو به خنجر مسلمان میکنه، چه حرفیه؟ این پایش بر مبنای دروغه. از این تشیعه، دین نیست، تشیع، ولی این کوتاه فکری و بیسوادی ایشونو میرسانه. روز اول دروغه. اگر وعده حوری خونه نبود این دین همون روز از بین میرفت. نه اصلا چون این نیست. وعده حوری خونه نبود. مردم همه شهوت پرستند و عاشق حورا هستند، به خاطر این می جنگن. این برداشت احمقانه و سطحیه. بله میگم وقتی دین رو از قالب تشیع نگاه کنی اینطوریه دیگه. اگر شمشیر نبود، شمشیر علی، شمشیر خالد ابن ولید نبود، اون سیف الله بود، این اسد الله بود. آقا شمشیر برای دفاع از حق دموکراسی امریکا رو که همتون قبول دارید براش سینه میزنید، با رقص نرفت عراق بگیره، با موسیقی نرفت افغانستان رو بگیره، با بمب رفت، با توپ و تانک رفت. لیکن اینجا قدرت در خدمت باطل و ظلم و جور، اونجا در اسلام قدرت در خدمت حق و عدالته. اینو شما نمیخوای بفهمید. اینو هیچ لایکی، هیچ اسلام ستیزی، هیچ بیدینی حاضر نیست بفهمه. هر کسی بیشتر آدم میکشت درجهش میرفت بالا. عین همین حکومت دینی که الان ما داریم. تمام خب این جفنگیات رو من در زمانی که در رنگ و رنگ بودم هزاران بار جواب دادم و بهترین کسی که اینو جواب داده، این موضوعات خیلی ها جواب دادن، ولی کتاب دو کتاب در این مورد خیلی مهمه. شبهات حول الاسلام از استاد محمد قطب رحمه الله که در فارسی به عنوان اسلام و نابسامانی های روشنفکران ترجمه شده. اگرچه استاد محمد قطب بعداً از این روشش، از روش دفاعی عدول کرد و به روش هجومی رفت نسبت به غرب زدگی و اصولاً روشش اینجوری. و یکی هم کتاب حدود خسارت جهان از انحطاط مسلمانان. فعلا اینا ما وقتمون رو اینا نمیذاریم، برای که اینا نه در قدرتند نه محلی از اعراب دارن و 90%شون، اگر تازه من کم هم میگم، وابسته به این دولت و اون دولت و این سفارت و اون سفارت و این تلویزیون و اون تلویزیون، اینجوری هن دیگه. این تلویزیون ها رو که اداره میکنه؟ مردم اداره میکنن. هر که میگه تلویزیون ها از تبرعات مردم، تبرعات علنی مردم اداره میشه، دروغ میگه. بنده 100 بار اینو تجربه کردم. الان حدود 1 ماه پیپل گذاشتم، $1.5 بیشتر نیومده. اونم قبل از اینکه بذارم شخصی میگفت من از هدایت شدگان که میخوام امتحان کنم. خانم سمیه از کردستان.
راست میگن که پیامبر در غار حرا مدیتیشن میکردن؟ نه، چرنده. و مولاها از مردم مخفی میکنن همش چرنده. چرا هیچ مولای درباره علم جبر حرف نمیزنه؟ علمی به نام جبر وجود نداره. جبر ابیض و جبر احمر و جبر کوفت زهرماری که شیعه مطرح کرده دروغ های بیش نیست. اونا میگن کتاب های بی اسمه، همش دروغه. چرا میگن آدم ها میتونن تیول ارض کنن؟ چرندیاته. اینا چیه؟ هرچی گفتن درسته؟ این همه چرندیات خرافات شیعه و صوفیه. بعدی هم اوامر شبکه کلمه رو شما رد میکنید. اوامر چی؟ کارکنانش نه، کارکنانش رد نمیکنن. برنامه شبکه کلمه برنامه خوبیه. من فقط با روش مدیرش و آقای خدمتی، نه در روشش، آقای خدمتی در سابقهش و روش مدیرش اشکال زیادی دارم که بارها گفتم. توی ایران همه نماز ول کردن، مشغول مدیتیشن هستن. خب شیطان فریبشون داده. شیطان از یک طرف، شیطان های این رژیم از طرف دیگه. مردم دین گریز شدن و میرن شیطان پرست میشن، میرن هر چی که میشن. دقت میکنید؟ آقای مسعود از هرات یک سوال داشتم، کشتن شیعه گناه داره یا نه؟ 100% گناه داره. هیچ انسان بیگناهی نباید کشت. هیچ انسان بیگناهی نباید کشت. دیروز این انفجار که رخ داد، من اولین کسی بودم که اینو رد کردم علنا. آقای مسعود، نگفتی از چه شهری هستید؟ آقای محترم لطفا زنگ نزنید، لطفا زنگ نزنید، بنویسید، هر چی داری بنویسید. نظر شما درباره مولانا عبدالحمید چیه؟ گفتم، همیشه گفتم 0 تا 100 برنامه میخواد، 1-2 ساعت برنامه میخواد، ورزشی هم نداره. هر روز در این مورد حرف زدم بارها. و شما خودتون رو معرفی کنید قبل از که نظر از دیگران نظر بخواهید. آقای مسعود از هرات. خیلی ممنون. نزدیک بود کلاه سرم بره. بله، کلاهگزارا زیادن. خانم سمیه، شما از که این برنامه ها رو گوش میکنید؟ کسی که این برنامه ها رو گوش میکنه دوچار مدیتیشن و نمیدونم خرافات و شیطان پرستی و بقیه چیزا میشه؟ کسی یه هفته این برنامه ها رو گوش کنه باید روشن میشه. اندک خیلی درش باشه هم روز اول روشن میشه. خانم ام علی، آیا کسی که از کشوری به کشور دیگه سفر کرد، یعنی نزد پدر و مادرش، تا که میشود نمازش جمع کرد؟ مادامی که در سفره نمیدونه کی برمیگرده، اگه 1 سال هم باشه اشکال نداره، میتونه جمع کنه. لیکن اگر نیت اقامت کرد، نیت کرد که من تا 3 روز اینجام، دیگه باید چیز کنه، باید جدا بخونه. آقای حمید از زاهدان، شیعه هدایت شده. بسیار خوب. شیعه هدایت شده که از مولوی عبدالحمید سوال نمیکنه، که شیعه هدایت شده از هدایتش سوال میکنه. اطلاعاتی ها از این کارا زیاد میکنند و سوء استفاده میبرند. ما رو معذور بدونید. آقای بابا جان از تاجیک، بله.
دوستان اجازه بده من چند دقیقه رفع زحمت کنم، دوباره برمیگردم. همطور که عرض کردم 1 ساعت دیگه، الان 7 و 6 دقیقه، 8 و نیم به وقت لندن، حدود 1.5 ساعت بعد یه مصاحبه مختصر دارم با ایران اینترنشنال درباره وفات آقای بنی صدر. بله، شما که به من ایراد میگیرید که چرا گفتی خر، خب این واژه رو فقط من به کار نمیبرم، خیلی از بزرگان به کار بردن. بفرمید. خیلی خرید. یکی دیگه بفرمید. خیلی خرید. اون واقعا خیلی که همچه خیلی واژه بدی هم نیست. خب بریم سر اصل کار خودم. اون چیزی که باعث شد من اگه واژه بدی نیست کسی به شما بگه خیلی خرید چیکار میشه؟ ناراحت نمیشی؟ این برنامه رو بسازم این است که خیلی از این دوستان میگفتن آلیپایا این چیزایی که تو گفتی کفر، وهن، دریوریه، چرت و پرته. من همونطور که اول اون کلیپ هم گفتم که دوستان من اینها رو نقل قول دارم میکنم، از خودم در نمیارم، اسنادش موجوده تو کانال شب نشینی هالو، برید ببینید. مثل این که احساس کردم خیلی از این کلیپ ها که تو فضای مجازی به ما میرسه به دست برادرای ارزشی و بسیجی و علما و طلاب و روحانیون و آقایون نمیرسه، یعنی اینا که مخوریده اینا ندیدن. من برای اینکه نشون بدم آقا حرفایی که من زدم مستندام آوردم تو این برنامه، یکی الان نشونتون میدم. البته این دریوری‌ها رو میخواید بگیدم بگید، من مشکلی ندارم. شما هرچی اینا رو بگید، بیشتر بگید، سوژه طنز برای ما درست میکنید، دستتون هم درد نکنه، دستتون هم نبوسیم. ولی مسئله ایرادی است که میگیرن که عالی پیام چرا اینا رو میگی وهن دین، وهن اسلامه. آقای وهن و این قصه پردازی های شما درست میکنه، من درست نمیکنم. اگه جرمه برید جلو اینا رو بگیرید. خیلی هاش تلویزیون، رادیو تلویزیون خودتون داره پخش میشه، خیلی هاشون بالای منابع رسمی خودتونه قصه پردازی میکنید. من با این قصه ها مشکل دارم، همونطور که خیلی از علمای خودتونم مشکل دارن. بحث من سر اینه که با این قصه سازی ها به شعور مخاطب توهین نکن. قبل از اینکه ما بریم سر اصل مطلب، یک کلیپ با هم دیگه ببینیم. یه بخش زیادی از منابع مربوط به صدر اسلام، در رأسش مربوط به امیرالمومنین، حتی نسبت به خود سیره نبوی و نسبت به امام حسین و محمد ابن حنفیه و حمزه و عرض کنم که انواع اقسام آدما برسه تا شکل ایرانیش ابو مسلم. اینا داستانه و داستان صورت تاریخی به خودش گرفته، تمام اشکالی نه. یعنی داستان رو یک کسی ساخته. ملاحظه فرمودین. یکی دیگه هم ببینیم. چاه جمکران هیچ مأخذ و مدرکی ندارد. من اینو صریح و محکم خدمت شما عرض میکنم. ملاحظه فرمودید. حالا میگید اینا رو قبول ندارید، باش. آیت الله برقعی و آیت الله حیدری هم قبول ندارید، وهابیان علت بلد، باشه. آیت الله مطهری رو قبول دارید؟ یا آیت الله مطهری که نمیتونید بگید قبول نداریم. اجازه بدید از آیت الله مطهری بشنویم، همون بزرگواری که میگن شیعه ها قالتاق ترین مردم روی زمینن. بفرمایید. در نقل و بازگو کردن حادثه عاشورا ما هزاران تحریف وارد کرده ایم، هم تحریف های لفظی یعنی شکلی ظاهری راجع به اصل قضایا، راجع به مقدمات قضایا، راجع به متن مطلب، راجع به حواشی مطلب، راجع به همه چیز، و هم در تفسیر این حادثه ما تحریف کرده ایم. مطلب اونقدر زیاد است که قابل بیان کردن نیست، اونقدر زیاد است. اگر بخوان جمع بکنن روزهایی که میخونن و دروغ است تا چند جلد کتاب 500 صفحه‌ای میشود.
خب خستتون کردم. این مقدمه خیلی طولانی شد، قرار نبوده اینقدر طولانی بشه. بریم سراغ اصل ماجرا. شیخ نشأت تو لگن گفت یه معجزه خفن، سوسمار و پیغمبر ما با هم دیگه گپ میزدن. عربی مارمولکی رو صید کرده بود، آمد خدمت پیغمبر گفت من به تو ایمان نمیارم تا اینکه این مارمولک به تو ایمان بیاد. و وقتی مارمولک رها کرد روی زمین، پیغمبر صداش زدن یا زبیه یا زبیه. همونطور که فرار میکرد برگشت، نگاه کرد به پیغمبر. پیغمبر فرمود من کیم؟ به زبان فصیح عربی اون مارمولک با پیغمبر سخن گفت. به زبان فصیح عربی گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله. نشأت رو درخت بید گفت شما نمیدونید قبل زمین و آسمون خدا علی را آفرید. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین قبل خلقت ان یخلق الآدم. علی امیر المؤمنین بوده قبل از اینی که آدم ابوالبشر رو خدا خلق کنه. درست. نشأت روی پمپ باد گفت عوام بی سواد. یه شیر اومد پیش امام گفت زنم میخواد بزاد. حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است. موسی بن جعفر امام زمان منه، حیوان میفهمه. ای باریکالله به او حیوان که امام زمانش رو درک داره میکنه. بعد عرضه داشتش که حضرت فرمودن به من گفت تو امام زمانمی، جایی ندارم برم. حضور انورتون که عرض کنم کجا برم؟ اومدم در خونه شما رو تو بیابان پیدا کردم، دعا کنید همسرم راحت وضع حمل کنه. درست. رفت و نشست رو کلید گفت شنیدید یزید نشسته بود جیش بکنه عقربه اونجاشو گزید. رفت جایی اجلکم الله ادرار بکنه، دقت کرد که نشست عقربی بود و حالت تناسلیش یزید. گفتم آره تو راست میگی. نشست توی طیاره گفت تو بهارالانواره دستای پیغمبر ما لوله کشی آب داره. یه وقت دیدن خاتم الانبیا فرمودن یغلبی ها رو بیاری، سفلا رو بیاری. 10,000 نفر آمدن دور پیغمبر. گوشاتون رو واکنین 10 تا انگشت مقدسش خاتم الانبیا اینجوری باز کرد. از هر انگشت پیغمبر مثل یه شالوله آب شیرین خوشگوار سرد. تو راست میگی. رفت توی دیگه چدن گفت ملائکه میگن خربوزه سنی شد ولی آدمجونا شیعه شدن. خربوزه ها رو تهیه کرد و آورد محضر آقا امیرالمومنین. حضرت فرمودن خربوزه ها رو قاچ بکنید. قاچ کردن گذاشتن جلو مولا. اولیشو امیرالمومنین گذاشتن تو دهان مبارک، دیدن تلخه. اصحاب دیدن مولا این خربوزه رو پرتش کردن اون طرف. خربوزه بعدی شیرین گوارا. حضرت فرمودن میل کنید. اصحاب سوال کردن گفتن آقا حکایت چه حکایتی بود؟ خربوزه است دیگه. این خربوزه چیکار کرده بود که اینطور پرتش کردید؟ حضرت فرمودن این ولایت منو قبول نکرده بود، چه تلخ شده بود. بعد اولین رویدنی که اقرار به ولایت کرده بادنجان میده، تأکید میکنن زیاد بخورید. اینا رو داریم اینها رو. درست میگی. نشست رو سطل اسید گفت یه قصه جدید. شیر از تو در اومد دشمن حضرت رو درید. به 2 تا صورت عکس شیر فرمود شما 2 تا بیایید یه فاجعه رو بخورید. آقا فل مجلس به همون لحظه 2 تا شیر از این صورت ظاهر شد، 2 تا شیر حقیقی پریدن. اول اونو تیکه پارش کرد، استخوناشو اونجوری میخورد میکردن که صداشو جمعیت میشنید تو مجلس. بعد تمامشو خوردن و بعد خوناش هم لسیدن. گفتم آره تو راست میگی. نشست روی پشت بام گفت خلایق عوام بوی گل و گلاب میده مدفوع و پیشاب امام. ما حتی در بعضی روایات داریم که اهل بیت فضولات ندارن و تا اینکه
مثلا وقتی مثلا اهل بیت علیهم السلام میرفتن و مثلا جای برای آقا رسول خدا برای مثلا غذا باشد توی عطر پخش میشد و اصلا زمین چیزی رو قرار نمیداد، میبردید کسی چیزی نگیرد. رفت نشست تو لجن، گفت خانوما بدونن بی‌حجابا رو تو آتیش از مو آویزون میکنن. آقا اگه یه دختری موهاشو بذاره بیرون، از نامحرم نپوشونه موهاشو، این عذابش قیامت چیه؟ شنیدین عذابش چیه؟ آویزونش میکنه از چند سال؟ مثلا 100 سال، 10 سال. بعد میشه بگید یک روز در قیامت معادل چند روز در عالم دنیاست؟ گفتن 50 سال. نه که اینقدر طولانی، یعنی اینجوری میگذره، سخت میگذره. میخوام بگن سخت. درست. نشست رو شیشه لیموناد، گفت به حق من یکاد این رعد و برق آسمون از غضب علی میاد. با حضرت صحبت میکردم، فارعدت السماء و ابرقت، آسمون رعد و برق شد، یه رعدی زد و یه برقی زد. خب از نظر امروز الکتریسیته و نمیدونم بحثای امروز و ایناست، نه ظاهریه. اون وقتم خب رعد و برق بوده. یه وقت آسمون رعد و برق کرد، میگه گویا امام صادق علیه السلام یه حالتی شدند، آقا امام صادق علیه السلام یه توجهی کردند. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود اما انه ما کان من هذا الرعد و من هذا البرق فانه من امر صاحبکم. آگاه باش، هرچی از این رعدها میشنوی، از این برقها میبینی، از امور صاحبتونه. صاحبتون از امور صاحب، رعد و برقی شد، از امور صاحبتونه. قلت من صاحبنا، سمعت ابن عمر عرض میکنه، عرض کردم آقا صاحب ما کیست؟ قال امیر المؤمنین. گفتم آره تو راست میگی. رفت و نشست رو موتور، گفت که حتی رو شتر واجب زن کام بده، چه از قبول چه از دبر. رسول بزرگوار اسلام فرمودن اگر مرد خانوم روایت به او جواب رفت نشست رو بلفظ با اسبشون حضرت دست رو داشتن کنه آقا کرگدن دهن توی جهنم زبانی باشند و همین اینه که این اهل بهشت جهنم باشه زبان حتی توی نمیشه، همش عجبه. گفتم آره تو راست میگی. نشست روی خمپاره، گفت که از تو گهواره این احمدی نژاد ما حاله نورانی داره. یه نفر اصلا که همون جوانی صاحب گفت وقتی تو شروع کردی بسم الله اللهم گفتی من نمیدونم اینجوری احاطه کرد رفتی توی اسم توی حساب تا آخر خودم هم احساس کردم احساس کردم که اصلا فضای دفعه عوض شد اینجا. گفتم آره تو راست میگی. نشست روی صندلی، گفت که اون شیخ جلی موقع دنیا اومدن بلند گفت یا علی. در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام آزاد رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفتم آره تو راست. نشست روی شست من، گفت منو کردی کفن، آقا و صاحب از زمان تیلیت آب بوش میخورن.
محضر مقدس امام زمان مشرف شدن. در حالتی که داشتن غذا میخوردن آبوش اینا ترید کرده بودن، داشت میخورد، حضرتش میخوردن و از کاسه او خوردند. درست میگه. نشست روی فواره با هیکل بدقواره، گفت که خاک کربلا سیلاب و بندش میاره. از مقرات سیر شاه در عمان و یوم قربت مبارک حضرت سید شما سلام در روز ولادت قربت مبارک در درست. رفت و نشست رو ستون، گفت که گشته رهنمون امام کاظم برای فضای اینترنتی. توصیه هایی دارن به عزیزانی که در شبکه‌های مجازی دارن فعالیت میکنن. آقا میفرمایند که اوصی که به 5 به 5 تا چیز شما رو توصیه میکنن. گفتم آره درست میگی. نشست لای سبزه ها، گفت به دستور خدا شاش شتر سر بکشین برای دفع. امام صادق علیه السلام فرمودن که از ادرار شتر استفاده کن تا به راحتی درمان بشی و ادرار شتر رو میگه خوردن و همون روز درمان شدن. درست میگی. نشست روی سرسرا، گفت اگر نشد دعا با روغن بنفشه و یک کمی هم بندازم. بله، روغن بنفشه هم چه خاصیتی دارد، خیلی فواید داره. فرماید دخن اللیل به خصوص در شب روغن مالی کنید. گفتم آره درست. نشست روی هزله، گفت که شیخ این گوله چشماشو وا کرد یهو رو سنگ مرده شد گوله. وقتی من قسم میدادم که آرزو کردم ای کاش آقای مصباح از ما هم شفاعت بکنه. گفت تا این آرزو آمد دیدم چشماشو رو باز کرد. عجب. یه نگاه مهربان کرد. دوباره درست میگی. نشست روی داشبورد، گفت که سردار نمود، موشک نخورده به ماشین علی بغل کرده شد. یکی از دوستان سردار که عقد و اخوتم با سردار داره، وصیت سردارم دست ایشون بود و دفنشم با ایشون بود. ایشون میگفت سردار رو خواب دیدم بعد از شهادت، گفتم که موشک به ماشینت زدن چه حسی داشتی؟ فرمود که چند دقیقه قبل از اینکه موشک به ماشینم اصابت کنه امیرالمومنین بغلم کرد. یعنی بغلم کرد، از تو ماشین آورد بیرون، تو بغل علی بودم، اصابت موشک رو دیدم، اصلا دردی تحمل نکردم. یه راستم آقا با خودش منو برد وادی السلام. بله، ملاحظه فرمودید که حالا من راست میگم. به قول این بزرگوار، خب تو چرت و پرت گفتی که اون چرت و پرت داره بهت میگه. اگرم چرت و پرت میگم چرت و پرت میگی که چرت و پرت میگم. چرت و پرت نگو، چرت و پرت نشنو. بله، شما که به من ایراد میگیرید که چرا گفتی خر، یه واژه رو فقط من به کار نمیبرم، خیلی از بزرگان به کار بردم. بفرمید. خیلی خری. یکی دیگه بفرمید. خیلی خری. اون واقعا خری. ببینید که همچین خیلی واژه بدی هم نیست. خب حالا بریم سر اصل کار خودم. اون چیزی که باعث شد من این برنامه رو بسازم این هست که خیلی از این دوستان میگفتن آلیفا این چیزایی که تو گفتی کفر، وهن، دریوریه، چرت و پرته. من همونطور که اول اون کلیپم گفتم که دوستان من اینها رو نقل قول دارم میکنم، از خودم در نمیارم. اسنادش موجوده تو کانال شب نشینی حالو برید ببینید. مثل اینکه احساس کردم خیلی از این کلیپ ها که تو فضای مجازی
خب امیدوارم که رفع خستگی شده باشه. نظام ولایت خیانت بنی عباس اتکامگی مصافدین شاه، ببینم چی میگی. سلسله بنی عباس در تاریخ مظهر خیانت و بیرحمی‌اند. حاکمان عباسی ابو مسلم خراسانی و آل برمک رو که در قبضه کردن قدرت یاریشون کرده بودند ناجوانمردانه از بین بردن. رژیم آخوندی هم عین بنی عباسه. تازه ابو مسلم و آل برمک نام نیکی در تاریخ دارند، اما خامنه‌ای برای حفظ نظام با قتل‌های مشکوک حتی به امثال رفسنجانی، احمد خمینی، سعید امامی، قاضی منصوری و بسیاری دیگه مثل آذری قمی که از هارترین و بدنامترین آخوندهای حکومتی مدافع ولایت فقیه بود رحم نکردند. که خامنه‌ای رو به عنوان جانشین خمینی پیشنهاد کرد. ولایت فقیه با تلاش‌های مطلقه یعنی همه شد. خودش گفته در سال 68 در شورای بازنگری قانون اساسی که تنها مدافع ولایت مطلق من بودم آقای هاشمی آهسته به گوشم گفتند آنچه تو میگویی مزخرف شاه. این آخوند اختیارات ولی فقیه رو تا وقت تأکید توحید می‌دانست. یعنی اگه ولی فقیه دستور بده میشه به جای پرستش خدا بت‌پرستی کرد و عملاً بالاتر از مزخرف شاه. اما ورق در سال 73 برگشت چون در رسالت گفت مرجع تقلید باید علم باشه، یعنی خامنه‌ای نمیتونه مرجع باشه. همین رو گفت و بلا رسالت گفت درس تعطیل از جامعه مدرسین اخراج، به مانعش حمله کردن، ریشه‌هاش شکستن، از آبان 76 حذفش کردن و درهای خونش رو هم از بیرون جوشی کردن. در حذف نوشت یزید بزن خوب میزنی، رهبری خامنه‌ای معلول تلاش من بوده که از خدای خود و از شما جوانان عزیز عذر میخواهم. در نهایت نیمه شب 11 بهمن 77 دو پرستار مرد ماده‌ای به وی تزریق کردند و چند روز بعد مرد. حتی دکتر معالجش هم کردن در تصادف مشکوکی کشت. این رژیم ولایت فقیه، خیانت عباسی و هم خودکامگی مظفرالدین شاهی.
گویا که صدا خرابه. و آیا صدای بنده هم همینطوریه یا اینکه فقط نمیدونم صدای بنده هم نه. آیا صدای بنده هم صدای زنده خوبه، صدای کلیپ ها خرابه. آقای یوسف صدای خودم از تلویزیون میشنم، مشکلی نداره. آقای یوسف صدای خودم از تلویزیون میشنم. صدای کلیپ ها خوب نیست، صدای خودم خوبه، صدای کلیپ ها خوب نیست. خب صدا خوب شد، خدا را شکر. صدا الان خوب شد، خیلی متشکرم. آقای کی اسمش نمیدونم، دایی، مطلبی رو که شما از آقای بنیصد فرستادید باز نمیشه پیش من، نمیدونم چرا. ابوالحسن بنیصد نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید که آیت الله خمینی به او گفته بود صحبت‌هایی که در فرانسه میکرده صرفاً بنا به مصلحت بوده و اعتقادی به آنها نداشته است. آقای بنیصد 85 ساله در مصاحبه‌ای که با مناسبت سپری شدن 4 دهه از انقلاب سال 1357 با رویترز انجام داده، افزود که خمینی عملاً با تغییر موضعش به اصول انقلاب خیانت کرد. گزارشی از فرهاد پولادی. به گزارش رویترز، آقای بنیصد مخالف قسم‌خورده روحانیت حاکم بر ایران از زمان خروجش از ایران در سال 1360 با یادآوری خاطرات زمان حضورش در فرانسه در همراهی با آقای خمینی میگوید به باور او در پیش از انقلاب این رهبر مذهبی به اجرای دموکراسی در ایران اعتقاد داشت.
وقتی که ما اینجا در فرانسه بودیم، خمینی هر آنچه ما به او توصیه می‌کردیم بدون تردید، حتی با لبخند می‌پذیرفت. او حتی این توصیه ها را همانند آیات قرآنی بدون تردید اعلام می‌کرد. ما باور داشتیم که چون این مطالب را یک رهبر مذهبی اعلام کرده، بنابراین به طور حتم برای اولین بار در تاریخ ما اجرا خواهند شد. به گفته رویترز، بنی سعد که دانشجوی رشته اقتصاد در فرانسه بود، در خانواده مذهبی متعدد و رشد کرده بود و به آقای خمینی در یافتن جایی در فرانسه پس از اخراجش از عراق کمک کرده بود. وقتی که در فرانسه بود با آزادی همسویی داشت. حتی نشریه نوول ابزرواتور او را آیت الله آزادی خواه لقب داده بود. او نگران این بود که انقلاب به فرجام نرسد و او میبایست در فرانسه بماند. آقای بنی سعد به رویترز میگوید که به نظر می‌رسید که آقای خمینی برداشت نوینی از اسلام ارائه می‌کند که دین از سیاست جداست و منجر به خلاصی ایران از دیکتاتوری شاه می‌شود. در ایران یکباره تغییر کرد. حتی از زمان پیاده شدن از هواپیما کار روشنفکران پایان یافته بود و ملاها او را دوره کردند و سرنوشت دیگری برای او ساختند که همان دیکتاتوری است که ما امروز آن را شاهدیم. آقای بنی سعد با ذکر خاطره از دوره آقای خمینی که زنان ایرانی را برای پوشیدن حجاب تحت فشار گذارده بود، گفت او با این کار یکی از وعده‌هایش در پاریس را زیر پا گذارده بود. من رفتم آقای خمینی را در قم ببینم تا به او بگویم که شما در فرانسه گفته بودید که زنان در نوع حجاب خود آزاد هستند. او پاسخ داد که آن را بنا به مصلحت گفتم. مطالبی را که در فرانسه گفتم بنا به مصلحت بود و تلخ بود، اما خود را ملزم به آنچه در فرانسه گفتم نمیدانم. اگر لزومی میدیدم عکس آن را میگفتم. آنچه میگفتم برایم بسیار تلخ بود. آقای بنی سعد در این گفتگو تاکید کرد که رژیم بسیار از آنچه تصور می‌شود شکننده تر است. دولت پرزیدنت ترامپ در بهار سال جاری ضمن اعلام راهبرد جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران 12 شرط ایالات متحده برای توافق جدید با جمهوری اسلامی را برشمرد که در مجموع خواستار تغییر رفتار داخلی و بین‌المللی مقامات تهران است. بله، خیلی متشکرم. دوستان خواهش میکنم مسیج نگذارید، بنویسید. خوبه. سلامتی. خیلی هستم از اصفهان. خب ببین الان مثلا همه این جز وقت کشی چیزی نیست. اگه نوشته بود یک کلمه تمام شد، اسمشو بنویسم. الان من نمیدونم اسمش چی بنویسم، نمیدونم از چه شهریه. خواهش میکنم مسیج نگذارید. آقای جلال موحد از گلستان. کلیپ قبلی من نمیدونم مقصودتون کنم کیه. آقای قاری فضل الرحمن. خواهشم این که با نگرداشت پیروزی امارات اسلامی تلاش بعضی حلقات برای دامن زدن مسائل اختلاف بین مذاهب مردم افغانستان به اتفاق و اتحاد دعوت بکنیم. در روز اول من این اتحاد و اتفاق دعوت کردم. در روز اول خیانت احمد مسعود انکار کردم و یعنی گویا شما برنامه ما رو تازه میبینید یا اونا رو ندیدید، چون در اصول اختلاف بین مذاهب وجود نداره. یعنی مثلا جوزی که دست بالا سینه بس بعد اینو بیاید به بعضی از مولوی‌ها بفهمون که آقا اختلاف مقلد و غیر مقلد چیز بسیار ساده ایه. اینا رو بیاین به بعضی از مقلدان مذهبی بفهمن. غیر مقلدان اینو میفهمن، لیکن مقلدان تعصب خاصی دارن. بله اینا من چون زیاد توضیح دادم، همین دیشب توضیح دادم در رد یک مولوی. آقای محمد افغان. بله صدا درسته.
این کلیپ شخص شماست. اگه خواستین همه کلیپ کامل برای خودتون بفرست اشکال نداره، بفرست. آقای موحد از سرحد. استاد در مورد سخنانش توضیح بدهید. اگه خواستید در مورد سخن کسی من توضیح بدم، اون سخنان رو بنویسید، فقط کپی پیست نکنید. این مذهب را دور بیاندازید. آقای پردل، شیخ پردل. هر وقتی مذهب مانع شد که مسلمان ها به هم برسن، این مذهب رو دور بندازید، چه مذهب سنی باشه چه شیعه باشه. نه، مسلمان ها به هم برسن یعنی چی؟ وظیفه مسلمان ها این نیست که به هم دیگه برسن، مقصودشون وحدت اسلامیه. تشیع حرف از وحدت اسلامی میزنه، لیکن ویرانگرترین مذهب و تفرقه آمیزترین مذهب در طول تاریخ بوده و هست، و اون چی که سوریه و عراق و یمن رو ویران کرده این مذهبه. و اما اتحاد اسلامی، وحدت اسلامی یک واجبه. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بر هر مسلمانی واجبه که به ریسمان الهی چنگ بزنه. ریسمان الهی به اتفاق مسلمانان قرآن و وحی. شیعه میگن اهل بیته، بیا درستش کن. بیا درستش کن. بابا خود اهل بیت به چی چنگ میزدن؟ یه شیعه اصلا این فکر رو با خودش وارد نمیتونه بکنه. یه شیعه مذهبی خود اهل بیت تابع بودند، متبوع نبودند. امامی که بودی تابع دین شده اکنون خدا و اصل آیین، به دست مفتخران اهل بدعت امامت گشته اصل این زلالت. خدا برغیر رحمت کنه. بیزارم از مذهبی که بین من و برادر و خواهر مسلمانم از هر مذهبی باشه فاصله و جدایی بندازه. من همچه مذهبی نمیخوام. هر وقتی قومیت مانع شد که انسان‌ها خب این قسمت حرف میشه گفت درسته، میشه گفت سیاسیه، با اون توضیحی که بنده دادم. به هم برسن، ما همچه قومیتی نمیخوایم. هر وقتی حزب و گروه و گرایش های سیاسی سبب شد که انسان ها از هم فاصله بگیرن، همچه حزب و گروهی نمیخوایم. ما انسان ها، نه انسان ها، هر مذهبی، هر حزبی، هر گروهی، یعنی مسیحیت و یهودیت و اسلامی یکیه، معقول نیست که لیکن خب خدا دانا بر چه ضرورتی این حرف زده. ایشون دعوتگر بزرگیه، زحمتکشه و من اصلا تعجب میکنم چطور تا حالا زنده های آزاده، مستقل، متعلق به جامعه اسلامی و انسانی، همه رو دوست داریم. خدا حفظش کنه. من رو به جمع خودتون بپذیرید. چشم. آقای ذبیح الله سلیمانی از اصفهان. ببخشید دستم خورد آقای ذبیح الله.
از دوستان معذرت میخوام، گاهی معطلی داره براتون. آقای قاری فضلالرحمن، من گروه واتساپی ندارم، فقط لیست دارم، لیست برنامه که پیام های برنامه رو براشون میفرستم، انشاءالله شما رو اضافه میکنم. آقای عبدالواحد از ایران شهر، شبکه پیشم قطعه از ایران شهر، یا بپرس همه جا قطعه، خودم 5-6 جا پرسیدم. دوستانی که از ایران شهر در لیستم هستند یا صدای منو میشنوند بنویسند که آیا در ایران شهر شما این برنامه رو میبینید یا نه. خانم پروانه جمالزهی از زاهدان، وفاداری یک حیوان به انسان. خانم اسما، ببخشید اشتباهی رو ایر بودید. یک پیرزن 200 هکتار زمین داره، 4 تا خانه داره، همش به اسم پسرش کرده. پسرش منو آورده پیش این پیرزن، خرج این پیرزن انداخته تو گردنمون. شوهرم نسیه از مغازه میگیره به این پیرزن میده، ما بدهکار است. مردمشون حکمش چیه؟ حکمش زنی که خودش ثروتمند، خرج شما بدید به گردن شما نیست. من نمیدونم این پیرزن مقصودتون کیه؟ شوهر مادرشه؟ یعنی این پیرزن کیه؟ ببخشید مادر شوهرتونه؟ توضیح بدین. اگه کسی همیشه مریضه، کجیه کارش کجاست؟ اینو خدا بدونه و خود صاحبش. حتما مریضی دلیل بر کج بودن نیست. مصیبت ها گاهی بر رفع درجه، گاهی بر امتحانه، گاهی بر عذابه.
استاد چرا اسلام که دین واضح و روشنی است همیشه کثرت انسانها و باطل زیادتر هست؟ بلکه شیطان فریبشون میده، شهوت پرستی میاد، نفس میاد، هر کسی حقیقت رو نمیپذیره. علتش اینه. آیا به خوبی و بدی انسانها برمیگرده یا به اینکه علم و آگاهی ندارن؟ به هر دوشون. خوبی بدی انسانها برمیگرده، به عدم آگاهی برمیگرده، به جامعه باز میگرده، به خانواده باز میگرده، به محیط باز میگرده، به فریب شیطان باز میگرده. همه اینها مجموعی از عوامله. آقای عبدالله شهوزایی علیکم السلام. آقای عامر هدایت شده درباره رفتن بنده به دانشگاه لاهور از جناب عالی تقاضا مشورت دارم. بنده صاحب خدمت مادر از هر چیزی واجب تره. نه اگه بتونی هر دوتا رو ببری که خیلی بهتره، ولی که فعلا آقای عامر فعلا دست نگه دارید، برای که مدرسه هیچ ایرانی رو حتی غیر ایرانی قبول نمیکنه به خاطر مشکل بزرگی که سفیر ایران و 40 تا جاسوس از جمله اون جاسوسایی که ایشون آبکار بود و براشون درست کردن. همون آبکاری که اینجا در این تلویزیون اموال استودیو تلویزیون در دبی رو به سر کشید و حاضر به حساب کتاب نشد. آقای مسعود از هرات، لطفاً جواب من از طریق گوشی بدین. آقای مسعود، من جواب شما رو دادم در برنامه، 2 بار که جواب دادن که برام آسان نیست. کشتن شیعه چرا کشتن شیعه جایز باشه؟ اگه شیعه اسلحه برداشت مثل هر کسی، مسعود سنیه، احمد مسعود سنیه، شیعه نیست، اسلحه برداشته بر دولت اسلامی جنگ باش جایزه، بلکه واجبه. و شیعی که اسلحه بر نداشته چرا کشتنش جایز باشه؟ سیکی که اسلحه بر نداشته چرا کشتنش جایز باشه؟ من تعجبم این سوال درستی نیست. آقای باباجان تاجیک، آیا شاگردان امام ابو حنیفه و اهل دربار حکومت بودند؟ کمی توضیح. نخیر اهل دربار حکومت نبودند، فقط ابو یوسف قضاوت قبول کرد. تازه اهل دربار هم باشن، وقتی دولت اسلامی واجبه بر علما کمکش کنن. این بستگی به مصلحت زمان داره، لیکن در چارچوب شرع، نه در چارچوب هوا و هوس ها. و خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قضاوت قبول نکرد. آیا عقیده امام ابو حنیفه با عقیده اهل بیت یکیست و با یک عقاید در تضاد است؟ نه، اهل بیت ائمه اربعه، صحابه، تابعین، همشون یک عقیده دارن، عقیده اهل سنت و جماعته، عقیده کتاب و سنته. امام ابو حنیفه ماتوریدی نبود، امام شافعی اشعری نبود، امروز اکثر شافعیان اشعری هستند، اکثر حنفیان ماتوریدی هستند. این مذاهب کلامی بعداً اومد. اگرچه اشعریت و ماتوریدیت دو مذهب کلامی هستند در مقابل معتزله برای دفاع اهل سنت، لیکن با روش معتزله، با روش عقلی، نه با روش قرآنی. گفتین که آقای محمد از روسیه که آقای حیدر جمال به زمان در روسیه زندگی میکرد، خدا رحمتش کنه.
جناب استاد، بعضی از گروه های دعوتی میگویند اگر به فکر اصلاح نباشید اصلا دیگر گناهکارید. دعوت واجبه، این حرف درسته. انسان اولا به فکر اصلاح خودش باشه، بعد به فکر اصلاح دیگران. اکنون اگر من فقط به فکر آخرت خود باشم، در یاد بهشت و جهنم باشم و در دعوت دیگران سهم نداشته باشم، یا گناهکارم؟ حتما گناهکاری. شما مسئول فرزندانتید، مسئول همسرتید، مسئول خانواده‌تید، مسئول خویشان و قومانتید، مسئول محلتید. بلغوا انی ولو آیه. اگر یک آیه رو از من میشنوید به دیگران برسونید. هر مسلمانی یک دعوتگر باید باشه، لیکن هر کسی به اندازه خودش. آقای مسعود، شما صدا فرستادی، لطفا صدا نفرست، بنویس. بنده رو به اسم شاگرد از ارومیه. باش، چشم. اخلاص، آقای اخلاص. شما که آقای مولوی زاده اسمتون نوشته اصلا روی موبایلتون اسمتون نوشته، ولی با این حال من اخلاص گذاشتم. آقا این موسیقی رو میخوام پخش کنیم که چی آخه؟ موسیقیشو بردار بفرست. نمیشه یک فرانسیسکانس قوی تر بیرین؟ پول میخواد، همین تازه ادامه پیدا کنه خوبه. احتمال زیاد داره که در همین ماه قطع بشه. این مسائل خانوادگی رو اسما من نمیدونم، اینجا در تلویزیون قابل حل نیست. اینا مسائله که شما با شوهرتون با حل کنید، با این پیرزن، و یعنی اینا رو تو تلویزیون کشیدن خوب نیست. آقای کیاوش، من از کجا بدونم شما راست میگی؟ من از کجا میدونم که شما راست میگید؟ شما دارید دروغ میگید. اینجا اصلا اسم مولوی مولوی چه گناهی کرده با این مسئله که داری فرستادید؟ داری دروغ میگی بر مولوی ها؟ موقع از من میخوای سوء استفاده بکنی؟ اطلاعاتی ها کارشون دروغ میگید. تو میگی شیعه هدایت شده هستی، دروغ میگید. مثلا یه اطلاعاتی هستید، اما اول که گفتم این عملیت هم مشخصه که چیکار میکنی. الان من شما رو آقای کیاوش
بلوکت میکنم که دیگه از این دروغا نگید. بلوکت کردم تا از این غلط ها نکنید. ببخشید دوستان، اینجا من برنامه 8:30، ببخشید مصاحبه 8:30، 8 نیست. خب بریم سوالاتون رو جواب بدیم. آقای اسماعیل از مریوان، علیکم السلام و رحمت الله. حدود 1 ماه پیش در مسیر مریوان به کرمانشاه مینیبوس حاوی زائران به قبر ویس قرنی دچار حادثه شد. سفر به قبر حرامه. سفر به قبر سفر جایزی نیست، سفر هر کسی باشه. لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد. این سفرهای زیارتی همشون حرامه، همشون شرک و بت پرستی است، چه سوریه باشه چه این فرهنگ یهود که وارد تشیع و تصوف شده، هیچ ربطی به اسلام، نه اسلام محمدی، نه اسلام عیسوی، نه اسلام موسوی نداره، هیچ ربطی نداره. مردم است که بدعت‌ها رو گذاشتن و متاسفانه 9 نفر جان باختند و بیش از 10 نفر به شدت زخمی شدند. اکثریت ملاهای کردستان این زیارت را جایز میدونن. این زیارت ها حرامه، 100% حرام، به صریح حدیث پیامبر.
اکثر مولاها چون صوفی هستند و تصوف مقدمه تشیعه و تشیع مقدمه کلیسا و کنیسته. نمیگم یهودیت برای اینکه به مردم شیعه توهین نشه، این فرهنگ رو میگم، این تفکر رو میگم. متاسفانه اکثر بله، در حالی که اصلا قبر حضرت اویس قرنی اینجا نیست، چون که ایشان در لشکر حضرت علی در جنگ سپین شهید شدن. بیا شما که مولاهای ما رو مخاطب قرارید، چون که خیلی از اسلام توحیدی دور هستن. بله، خدا هدایتشون کنه، خدا هدایتشون کنه. تایید شد فرود هواپیمای چین در پایگاه نظامی بگران. خب چه بشه؟ شما که خیلی ضد طالبانید و ضد حکمتیار، خب یعنی هواپیمای چینی پیاده بشه خیلی خوبه، بدیش در کجاست؟ یعنی این که طالبان با دنیا ارتباط داشته باشند کار بدیه؟ آقای عبدالمؤمن از تاجیکستان: در نماز وتر امام رکوع کرد بعد سجده سهو کردن، نماز درست شده یا نه؟ رکوع از ارکان با سجده سهو برطرف نمیشه. سجود و رکوع از ارکانه. آقای کیان هدایت شده: استاد شهادت رضا رضی الله هست امروز با اینکه ظاهر اومده و خود مشهد 8 میلیون جمعیت داره، ولی تعداد مشرکان رو نگاه کنید چقدر کم هستند که نصفشان بسیجی و سپاهی هستند. با خانواده مردم با خرافات قبرراستی خداحافظی کردن. خدا را شکر، بارها عرض کردم بیدینی از این بددینی ضررش کمتره، اگرچه هر دو مضره. مردم با خرافات قبرراستی خداحافظی. سالهای قبل طوری شلوغ بود که جا برای سوزان انداختن نبود. خب خدا را شکر، خدا به شما خوشخبری بده. یعنی ایشون میگه که خلوته. خلقش مکش جنه زاگنه خلقش مکش جنه. اینم تصویر دیگه. اینم تصویر دیگه. ولی شما این تصویر از کجا کشیدی؟ از داخل مسجد امام رضا یا جای دیگه؟ استاد من که گفتم کمک به برنامه رو فعال کنی نیت خیر داشتم، هیچ شکی در این نیست. در این شکی نیست. انتظار نداشتم $1.5 منو مسخره کنی. نه، برعکس شما کمک کردین دیگران رو، هیچ کسی کمک نکرده. این که مسخره نشد که. شما اتفاقا نیت خیر داشتید و گفتم جز $1.5 همون شخصی که پیشنهاد کرد هیچ کسی دیگه کمک نکرد. من برای که این جو من در 15 سال 20 سال میشناسم. این هیچ کنایه به شما نیست. من گفتم این زیرنویس بذارید و هر کس اندازه توانش کمک کنه. منم اندازه توانم. حق دارید. اتفاقا شما میدونید اولی کمکی که برای تلویزیون من جمع کردم چقدر بود؟ یه $100 ریالی. یه شخصی از هنوز من کمک جمع کردن رو شروع نکرده بودم. از مسجد النبی اومدم بیرون، یه جوانی گفت من میدونم شما میخواید تلویزیون بزنید و این $100 رو میخوام کمک کنم. اصلا من گرفتم لرزیدم، چون دست دراز کردن خیلی سخته. من در عمرم دست دراز نکردم. حتی حضرت مولانا عبدالعزیز هیچ موقع ازش پول نخواستم، هیچ موقع از هیچ کسی نخواستم. و یک بارگی این خائنانی چون انصاری و غیر انصاری باعث شدند که من در یک مقابله امر انجام شده قرار بگیرم و سخت‌ترین چیز بر من در زندگی خواستنه و
اما شما نه، شما قصد خیر داشتید، در این شکی ندارم. خدا خیرتون بده و سوء تفاهم اصلا پیش نیاد. من قصدم شما نبودی. آقای مسعود از هرات. گونی پر از گربه، اینو گذاشتم آقای قرائتی. بابای من تا حدود 45 سالگی بچه دار نشد. 2 تا زن گرفت، هیچ کدوم بچه دار نشد. همسایه خونمون یه چیزی بود، خونش تنگ بود، شلوغ، پر بچه، گربه هم خیلی تو خونش بود. یعنی خونه تنگ، پر از بچه، پر از گربه. یه روز یه گونی برداشت گربه رو که تو گونی اومد در خونه پدرمون زد، گفت آقا خونه شما بزرگه، نه بچه نه گربه، خونه ما کوچیکه، پر بچه بود. حالا خدا تو بچه نده، گربه من تو گربه رخت تو در پدرمون رفت. بابا میگه اومدم در رو بستم، حسابی گریه کرد. خدایا اونقدر به من بچه نده که همسایه من گربه بده. میگم مقدار قالی دستبافت داشتم، فروختم، هواپیما نبود اون زمان، با ماشین رفتم مکه، کنار کعبه گفتم خدایا به ابراهیم 100 ساله بچه دادی، من 45 ساله، من 2 تا زن گرفتم بچه دادم. خب پس امام رضا کاری نکرد. پس امام هیچ کدوم کاری نکردن، رفت اونجا از خدا خواست. بالاخره خوبه. مردم به من گربه میدن. خدایی که به ابراهیم به من بچه بود. بعد گفتم خدای میخوام بچه من مبلغ دین بشه. برگشت و از مادر من 12 تا، از اونم یکی 13 تا بچه خدا بشه. من میگم شاید تو گونی 13 تا گربه بوده. بله. آقا بعد از یک تفسیر جوکر در اومده. استاد ولی پیشنهاد من برای کمک در راه توحید رو زیرنویس کنید. گذاشتم، حساب گذاشتم و لیکن باز میگم من امنیت مردم رو از هر چیز دیگه بیشتر اهمیت میدم. حتی اگه تلویزیون بسته هم بشه خدا نکرده، امنیت مردم مهمتره، لیکن گذاشتم. یک شب شما برنامه نوشتیم به خاطر قطع واتساپ به خدا استاد قسم یاد میکنم انگار یتیم شده بودم. سلامت باشید، خدا حفظتون بکنه. من علاقه شما رو میدونم و بسیاری از بینندگان ارجمند علاقهشون همچنینه که شما دارید. آقای یعقوب شیروزهی، حالت گریه دست دادن یعنی چی؟ واگذاری مجانی منازل به شهروندان اماراتی با امکانات رفاهی. این نمایی از عزت بخشیدن به هموطنان اماراتی توسط مسئولین با شعور آنها مقایسه کنید با مسئولین بی‌عرضه ایران. مسئولین بی‌عرضه ایران برای شیعه گستری و خرافات گستری و شرک و بدعت گستری خوبن. للوالد والوالد كان يتمنى ان يكون عنده منزل بجانب المسجد، حصل المسجد البيت وبجانب المسجد وما شاء الله هناك بعد. خب میگه نیاز به ترجمه داره که من وقتشو ندارم الان، منتظر
پیام تلویزیون هستم، زنگ تلویزیون هستم. نمیشه از طریق صرافی پاکستان به شما پول حواله کرد؟ چرا نمیشه؟ از هر جای دنیا میشه. حتی از پیپل هم میشه. از پیپل داخل ایران قابل چیز نیست، قابل پیگیری نیست، چون پیپل به حساب خودش میره، به حساب من نمیاد که، بعداً حواله میکنه. آقای عبدالمؤمن در نماز خفتن یه سجده نکنه، بعد در اخیر 3 سجده کرد. اگه یک سجده یادش رفته میتونه با سجده سهو چیزش کنه، جبرانش کنه. به گفته شما اگه ظالمان خوبن چرا مردم بیچاره بدبخت اینجوری فرار میکنن؟ اینا مردم بدبخت نیستن آقای بلوچ امروزی. اینا که فرار میکنن نوکران امریکا هستند، کسانی که مترجمشون بودن، 20 سال در خدمتشون بودن. این یک. ثانیاً هر کشورش خاورمیانه رو درشو باز کنی نصف مردمش میرن امریکا وقتی مردم بدونن، برای که اونجا امکانات رفاهی زیاد وجود داره. دقت میکنید؟ اون شما عقلت من نمیدونم کجاست، ببخشید ها، یعنی 20 سال یک حکومت ظالم اونجا حکومت کرده. گناه طالبانه؟ طالبان که تازه رسیدن. چرا قدرت تمییز ندارید؟ چرا ظلم دیگران بر دیگران می نویسید؟ اینها همه کافر، ظالم، نامسلمان هستن. نه، این کافر هستن. به مجردی که شما به یک مسلمان بگی کافر، خودت کافر میشید. از خدا بترس. آقای ابو محمد هدایت شده از اهواز: آیا علامه برقی وضوع شیعیان را هم درست میدانست؟ نه، و این مطلب در کتاب سامانه ایام خوندم. نه، درست نمیدونست، خودش پاشو میشست. خانم سلیمانی: علیکم السلام. یک ماه پیش مادرم به رحمت خدا رفتند، خدا رحمتش کنه. ما خواستیم بر سر قبر ایشان کتیبه‌ای که نامشان و تاریخ فوتشان را بنویسیم و رسم کنیم و 4 طرف قبر را دیوار سنگی کوتاهی بگیریم، ولی به ما اجازه نمیدن. نه، این کار شما درست نیست. جز 2 تا سنگ هیچی دیگه نباید بگذارید. و میگن باید سنگ بذارید روی قبر. موندیم چیکار کنیم؟ حرف اونا درسته. کی گفته به شما این حرفو؟ دیوار کردن قبر نادرسته. بله، که گناه نباشه و مادرمون اذیت نشن. نه، مادرمون اذیت نشن، گناه نباشه، براش دعای خیر بکنید، نه اینکه قبر رو برخلاف سنت درست کنید. قبر عادی باشه. قبر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روش چی هست؟ یه قبر عادیه، عکسشو بارها نشون دادن. و اما براش دعا خیر کنید، صدقه بدید در راه خدا و به روح او ببخشید. آقای فرید شهادتگو از اصفهان: میخواستم یه مطلبی بهتون بگم. علیکم السلام. بفرمایید. امروز از طرف یه مؤسسه در اصفهان دعوت به همکاری شدم. حدس بزنید به جای پرسیدن سوال تخصصی اول سوالش چی بود؟ شما شیعه هستی یا سنی؟ بفرمایید. این مملکت امام زمان موهوم، اونم در اصفهان. برکه هدایت، شکر خدا، در سراسر ایران گرایش به توحید در هر خانه داخل شده. آقای عبدالله از روسیه: نشیدی زیبا. مزن زخم زبان جبران ندارد، دلی چون بشکن
جان ندارد. خدا باشد همیشه شاهد ما ز اعمال همه دانا و بینا. دلم خون است از این نامردمی ها، از این نیش و زبان گشتمی ها، از این دید سیاه بیداد و بیداد، ز حرف ناکسان فریاد و فریاد. مکن جانم قضاوت بنده ای را، مکن گریان لب پرخنده ای را. خداوندا شدم بیتاب و خسته، کسی زخم مرا مرهم نبسته. از این نامردمی و کینه و از این گفتارهای تلخ چون زهر، خدا رنجیده خاطر گشتم من. Hello, this is London. Can you hear me? Yeah, I know. Lovely. I'll speak to you in 1 minute. Yeah, no problem. دوستان مصاحبه با ایران اینترنشناله. Hello, sir. Thank you for joining us. Please, could you tilt your camera down a little bit? Down? Down, please, yeah. Like this? Yep. Yes, good. Lovely. And a little bit more, please. No, it's good. Lovely. And could you move in your chair slightly to your right so that you're in the middle of the picture, please? Yeah, lovely. Stop. Lovely. And could you maybe just move the chair slightly nearer the camera, just a little bit nearer the camera? Near. Thank you very much. No, it's good. Yeah, that's super. And could you say a few words so I can check your sound, please? The phone. No, I just want to hear you speak. Can you speak, please? Are you hearing me now? Yes, that's super. Thank you. Yeah. Merci. بله. از دو تلویزیون پخش میشه، هم از توحید هم از خب تا اون موقع من از موبایل جواب سوالاتون رو بدم. آقای عبدالله از بوشهر، شما یک کلیپ از آقای کمال حیدری فرستادید که اگر صحابه کافر باشند پس دین چگونه ما رسیده. بله، سخن بسیار مهمیه. اینو انشاءالله فردا یادآوری بکنید که من پخش کنم. Hi there, this is the Sound Department Iran International. Can you hear me okay? Yeah, I hear you. Great. Can you hear the music? Yeah. Fabulous, thank you so much. Thank you. به پیشنهاد دوستان، یکی از دوستان بسیار بزرگوار
پیشنهاد کرد که اذان 5 وقت تهران از تلویزیون پخش بشه. ما سعی میکنیم که انشالله به همین زودی شاید از امشب این موضوع عملی بشه. و از پیشنهادشم خیلی متشکرم. خدا بهش توفیق بده. الان من منتظرم که برنامه مصاحبه شروع بشه و لذا وقتی اومد این کاریش میکنم. الان For you? Yeah. Can we rehearse that, Yeah, please? I hear you. You have fun. Yeah. I would need some time to change my shoes and everything. After how many minutes it started? Mariam didn't know. کسانی که از خود ایران اینترنشنال گوش میکنن Wrong shoot. New one. I wanted to bring the nude one. 45 seconds and I didn't even get a chance. آقای کیان ایران اینترنشنال باش صحبت میکنم. آقای ابو محمد از کدوم شهر هستید آقای ابو محمد هدایت شده؟ اسم شما هم در تلفن نوشته شده. اهواز رئیس جمهور ایران در تبعید رسانه‌های جمهوری اسلامی بنی صدر را به خیانت و جاسوسی متهم کردند. خوش آمدید، بیننده خبر 23 هستید. الناز کیانی هستم. در ادامه خبرهای امشب مسئولان کشور. سلام آقای مولازاده. علیکم السلام رحمت الله. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. خواهش میکنم. مسجد شیعیان در قندوز و اما اشاره‌ای به حمله به شیعیان نکرد. در اساس گزارش مرکز آمار، افزایش اجاره بهای مسکن در مناطق شهری ایران تا 47%، زمین و ساختمان تا 112% گران شد. و 2 مدال طلا برای تیم ملی کشتی فرنگی ایران. ساروی قهرمان وزن 97 کیلوی جهان شد. یوسفی فینال 130 کیلوی رم را برد. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران بامداد امروز در 88 سالگی در پاریس درگذشت. بنی صدر از مهمترین و تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران بود، چه آن زمانی که همراه با انقلابیون برای سرنگونی حکومت پهلوی مبارزه می‌کرد، چه در زمان ریاست جمهوریش که با روحانیون حاکم در حزب جمهوری اسلامی درگیر شد، چه هنگامی که ایران را ناگزیر به مقصد فرانسه ترک کرد و برای 4 دهه به عنوان مخالف جمهوری اسلامی و ولایت فقیه فعالیت کرد. همکارم احمد صمدی از مقابل بیمارستان محل درگذشت ابوالحسن بنی صدر گزارش فرستاد. ما اینجا بیمارستان سالمتریه در شهر پاریس هست، جایی که پیکر ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران در اینجا الان پیکرش آرمیده و اون چه که درباره آقای بنی صدر میشه بهش اشاره کرد این هستش که امروز خبر مرگ ایشون واکنش‌های بسیاری رو به دنبال داشت، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی. تیتر اول بسیاری از نشریات جهان
در واقع به این خبر اختصاص داشت. از رسانه‌های ایالات متحده تا اروپا و حتی رسانه‌های منطقه درباره آقای بنی صدر امروز نوشتن و اون چه که در واقع درباره ایشون نوشتن این بود که ابتدا به اشاره‌ای داشتن به سوابق او و اینکه در پیش از انقلاب از مخالفان در واقع حکومت شاهنشاهی بود و بعد از اون به پاریس سفر میکنه و در اونجا با طیفی که از آیت الله خمینی حمایت میکردن با اونها همراه میشه و در نهایت هم وقتی که آیت الله خمینی به پاریس تبعید میشه در اونجا به اون میپیونده و تا جایی که آقای بنی صدر به آیت الله خمینی پدر میگفته و در روزنامه‌های خارجی و اونطوری که من دیدم از این عبارت استفاده شد که در واقع روح الله خمینی پدر معنوی آقای ابوالحسن بنی صدر بود. اما نکات دیگه هم اشاره شده بود در این رسانه ها و خب اون در واقع مشکلاتی بود که آقای بنی صدر با اون مواجه میشه در این سالها، از جمله مسئله خب به دو مسئله عمده اشاره میکنن. یکی مسئله گروگانگیری در سفارت ایالات متحده در تهران و موضوع دوم جنگ که هر دو اینها از نظر رسانه‌های خارجی به پاشنه آشیل آقای بنی صدر تبدیل میشه و باعث میشه که او از در واقع دایره قدرت در جمهوری اسلامی ایران خارج بشه و نکته دیگه هم که بهش اشاره میکردن این بود که در واقع آقای بنی صدر رو شخصی در واقع معرفی میکنن که با کت و شلوار و سیبیل و در حالی که صورتش رو میتراشید فکر میکرد که میتونه با روحانیون مذهبی یک حکومت دموکراتیک در ایران تشکیل بده که در نهایت این روزنامه ها معتقدن که چنین اتفاقی نمیفته و همون روحانیون او رو از دایره قدرت خارجش میکنن. در عرصه داخلی و روشنفکری هم در واقع واکنش داشت. یک بخشش خب مربوط میشه به رسانه‌های خب حکومت جمهوری اسلامی و بخشش هم به در واقع رسانه‌های خارج از کشور. اما در عرصه خارجی هم برخی شامل دوستان ایشون میشه که خب تلاش میکنن آقای بنی صدر رو به عنوان شخصی که ایران دوست بوده و در واقع همه تلاشش میکرده برای اینکه به ایران خدمت کنه معرفی میکنن و خب بخش دیگه هم در واقع طیف مخالف او هستن در خارج از کشور که هم سعی میکنن که نقاط قوت او رو بگن، از جمله مثلا اینکه خب تلاش کرد در دادگاه میکونوس از جلوگیری بکنه از اینکه در واقع ترورهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام میشد و به عنوان یک ترور اسلامی قلمداد نشه و اون رو یک ترور سیاسی و حکومتی در واقع سعی کرد که معرفی بکنه و موضوع دیگه هم در واقع این که خب سعی میکرد که جمهوری در واقع ایران رو به عنوان یک کشور مستقل در عرصه بین‌المللی مطرح بکنه. با این حال آقای بنی صدر طی روزهای آینده قرار هستش که در همین فرانسه تشریح بشه و خب در مکانی که خودش اعلام کرده در اونجا به خاک سپرده خواهد شد. گزارش همکارم احمد صمدی رو شنیدیم. محمد رهبر در گزارشش نگاهی داشته به زندگی سیاسی ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری تا دوران تبعید در پاریس. آقای بنی صدر رئیس جمهور را دارای کفایت سیاسی برای اشغال پست خطیر ریاست جمهوری نمی‌داند. آقای بنی صدر بارها 31 خرداد سال 60 حزب جمهوری یعنی روحانیان حامی آیت الله خمینی از خامنه‌ای تا بهشتی و رفسنجانی همه خوشحال بودند. آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق کشته شده 177 نفر. از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده و شعارها برگرده به طرف آمریکا. رئیس جمهور بنی صدر بعد از 9 ماه عزل شد و پرونده اولین رئیس جمهور که از روشنفکران غرب رفته و البته مسلمان به حساب می آمد بسته شد. حالا روحانیت دورنمای حکومتی یک دست را از همان جلسه عزل می دید. در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری خمینی اجازه نداد تا روحانیون وارد رقابت شوند و بنی صدر که مستقلاً آمده بود و شایع بود که خمینی به او تمایل دارد با 76% آرا اولین رئیس جمهور تاریخ ایران شد.
اولین رئیس جمهور حقوق خوانده و متدین و فارغ التحصیل از سوربن بود و پدرش آیت الله نصرالله بنی صدر با خمینی هم رفاقتی داشت. اما با آشوب در کردستان و گنبد و بعد هم حمله عراق به ایران، بنی صدر به جای دولت بحران تحویل گرفت. جنگ در خوزستان به نفع عراق در جریان بود و او که فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت در دو جبهه می‌جنگید، با حزب بعث در مرز و حزب جمهوری در تهران. بنی صدر با اینکه پیشینه‌ای در جبهه ملی داشت و قرابتی هم با نهضت آزادی، اما گویا پشتیبانی نداشت. شاید این تنهایی به خلق و خویش باز می‌گشت که چندان اهل تعامل نبود. از همین شد که با مسعود رجوی و سازمان مجاهدین خلق ائتلافی کرد. رئیس جمهور و سازمان مجاهدین که هر دو وسط میدان سیاست ایران بودند، با ولایت فقیه در افتاده بودند و با همه اختلافات به قول بنی صدر یک چماق می‌خوردند. خرداد 60 تاریخ را ورق زد و بنی صدر که 2 سالی در ایران انقلابی بود، حالا در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی اولین ضد انقلاب به شمار می‌رفت. با این همه بنی صدر دست از انقلاب بر نداشت. روزنامه انقلاب اسلامی به نشانه اعتقاد به اصل انقلاب مثل پرچمی در دست اولین رئیس جمهور ماند و بنی صدر همچنان از همان سالهای ریاست جمهوری می گفت خمینی یک دیکتاتور بود. شما ایرانیان بدانید آقای خمینی هم در خرداد 60 پیشنهاد کرد به من توسط برادرزادش که اگر بپذیرم اون چرا که ایشون میخواهد، یکی از اونها این بود که 8 گروه سیاسی رو محکوم کنن. محمد رهبر، ایران اینترنشنال. خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه پاسداران در واکنش به درگذشت ابوالحسن بنی صدر او را به خیانت در جنگ با عراق و طراحی کودتا علیه جمهوری اسلامی متهم کرد. فارس دیگر خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران اولین رئیس جمهور ایران را متهم کرد در 40 سال گذشته به فعالیت علیه ملت ایران مشغول بوده است. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی موضع مشابهی گرفت و بنی صدر را به خیانت و جاسوسی متهم کرد. آماده باشید لطفا. این ویدیویی درباره 17 ماه ریاست جمهوری را منتشر کرد. خبرگزاری‌هایی مثل ایلنا و آفتاب نیوز صرفاً توییتی از سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور را بازنشر کردند. او با مقایسه بنی صدر و رجایی اولی را رسوای 2 عالم و دیگری را جاودانه خوانده است. در این رابطه همراه هستیم با آقایان مولوی ملازاده، پژوهشگر و کارشناس ارشد علوم اسلامی از لندن و عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمله کردستان ایران. خیلی خوش آمدگویی میگم به هر دوی شما. آقای مهتدی، با شما آغاز بکنم. نگاه شما رو بشنویم به کارنامه سیاسی آقای بنی صدر. کارنامه سیاسی بنی صدر از 2 جهت و 2 لحاظ قابل بررسیه. یکی نقش در مقیاس سراسری و عمومی و یکی نقش ویژه‌ای که در رابطه با کردستان داشت. در رابطه با جنبه عمومی بنی صدر مثل اون روشنفکرهای پکلکراواتی اسلامگرا بود که جاده صاف کن شدند برای حکومت استبداد دینی روحانیت که 43 سال جامعه ایران رو به جهنمی تبدیل کرده. بنابراین ولی این روشنفکران خودشون بعداً مغضوب روحانیت و مغضوب خمینی و دیگر سران قرار گرفتند و بعضاً به زندان و شکنجه محکوم شدند. یکی مثل قطبزاده اعدام شد و یکی هم مثل آقای بنی صدر مجبور شد از کشور بگریزه و به جرگه اپوزیسیون بپیونده. ولی این نقش منفی اونها در بر سر کار آوردن جمهوری اسلامی به عنوان جاده صاف کن به نظر من هنوز کاملا واسه برجسته دیده بشه. بعداً البته ایشون به مخالفت با جمهوری اسلامی پرداخت و به خصوص نقشش در دادگاه میکنوس نقش موثری بود. اما در کردستان نقش بنی صدر متاسفانه خیلی کمتر مورد بحث قرار میگیره، حتی توی رسانه ها، در حالی که خیلی بسیار اهمیت داره. آقای بنی صدر از طرف آیت الله خمینی به عنوان فرمانده کل قوا تعیین شده بودند و به این عنوان
مسئولیت حمله نظامیان و برمیگردیم به مسئله میکناس. آقای ملازاده، شما آقای بنی صدر رو با دیگر سیاستمداران اگر که بخواید مقایسه بکنید چه مقایسه انجام میدید؟ من با بنی صدر شخصا آشنایی داشتم. عرض به خدمت شما از روزی که در روزنامه انقلاب اسلامی شروع کردن بنده همکاری کردم مدت کوتاهی تا آخرین لحظاتش که در بیمارستان بود باش تماس داشتم. میراث بزرگ آقای بنی صدر رو بنده صداقتش میدونم، اما تعجبم در اینجاست که یک انسان صادقی که اهل زدومند نبود، اهل سیاست بازی نبود، چطور فریب شخصیت هایی رو خورد که 9/10 دینشون تقیه. و این مشکل آقای بنی صدر نیست، مشکل روشنفکران دینی در ایرانه، برای که اینا میخوان سیاست رو اصلاح کنن. در جامعه ایران و در جامعه اسلامی سیاست رو بدون دین نمیشه اصلاح کرد و لذا کار امثال آقای برقعی و مدرسهش خیلی مهمتره. اما آقای بنی صدر به نظر بنده نه که جاده صاف کنه دیکتاتوری مذهبی در ایران نبود، بلکه ایشون یک تجربه را انجام داد و بزرگترین مخالفت با این رژیم کرد، موثرترین مخالفت با این رژیم کرد. انسان صادقی بود، حرفای آقای خمینی رو باور کرد که نباید باور میکرد. اگر از اطلاع درستی از آرا و اندیشه روحانیت ویرانگر میداشت نباید فریب اینها رو میخورد، لیکن شد آنچه شد. لیکن هیچ کسی مثل آقای بنی صدر این رژیم رو رسوا نکرد، چه در میدان داخلی چه در میدان خارجی. و لذا همه چوبه ها رو سر بنی صدر و شریعتی و قدسزاده و اینها شکندن به نظر من ساده نگری است. با اینکه هم آقای بنی صدر که خدا رحمتش کنه خانواده ایشون رو ما آوردیم بیرون، این اولین رازی است که بنده در ملأ عام اظهار میکنم، یکی از برادرای گمنام بنده. و آقای بنی صدر مثل همه رئیس جمهورای ایران با آرای اهل سنت انتخاب شد، برای اینکه رژیم همیشه اهل سنت رو بین بد و بدتر گذاشته، بلا تشبیه. البته در ابتدای انقلاب آزادی واقعا آزادی بود در ایران، آزادی بود که در اروپا هم ما آرزو میکردیم که چنین باشه. مثال عرض میکنم در سال اول و لذا با رای اهل سنت انتخاب شد. ببخشید مثل که شما حرف میزنید من صدا شما ببخشید الان صدای شما رو میشنم. نقش خیلی موثری داشتن و در این مورد کار ایشون رو باید مثبت ارزیابی کرد، برای اینکه دادگاه میکوس این صحنه تبدیل خوشبختانه صحنه تبدیل شد برای محکومیت سران جمهوری و هم از شهادت ایشون هم شهادت یکی از شهودی که ایشون معرفی تایید کرده بودن به دادگاه ثابت کرد سران جمهوری اسلامی آمران مستقیم قتل و ترور هستند و موجب محکومیت بین المللی جمهوری اسلامی شد. اما اون چه که من خدمتتون این بود که در ابتدای انقلاب آقای بنی صدر موقعی که رئیس جمهور شدن فرمان کل قوا رو از آقای خمینی دریافت کردند و به این عنوان اعلام کردند که ارتش نباید این از پا در بیاره، بند پوتیناش رو شل بکنه تا وقتی که به قول اون قائله کردستان ختم نکنه. بنابراین در زمینه سرکوب مردم کردستان نقش آقای بنی صدر بسیار منفی و مخرب بود. آقای ملازاده، آقای بنی صدر بعد از انقلاب در حکومت تحمل نشدن، شما دلیلش رو چی میبینید؟ برای اینکه ایشون اعتقاد به دموکراسی داشت، ایشون اعتقاد به آرای مردم داشت. من نمیدونم سخنان سابق بنده رو شما تا کجا شنیدید، برای که من اینجا صدا رو خاموش کرده بودم. آقای بنی صدر واقعا به دموکراسی و آرای مردم اعتقاد داشت. آقای خمینی اعتقاد نداشت لیکن لازم داشت. این مسئله خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی آقای خمینی به برادرم، من اونجا حاضر بودم این حرف زد در قم در خونش، برادرم در مجلس خبرگان بود که بعد ترکش کرد، حضرت مولانا عبدالعزیز گفت که جناب مولانا ما انتخابات از مذهب شما گرفتیم،
مذهب ما انتخابات نداره، ما امام میگه مردم تقلید میکنن. شاید این تنها جمله راستی باشه که آقای خمینی گفته باشه. آقای بنی صدر برعکس، آقای بنی صدر اعتقاد داشت به این مسئله. وقتی اعتقاد داشت، اکثریت مردم رایش آورده، آقای خمینی بنا به اعتقاداتشون رو میزنه کنار. و این مصیبت ایران الان و این مصیبت قابل حله. یعنی اینا اعتقادات به انتخابات ندارن، اعتقادات به شورا ندارن، براش ازش سوء استفاده میکنن. و لذا آقای بنی صدر رو تحمل نکردن، برای که آقای بنی صدر نماینده ملته، ملت انتخابش کرده با یک اکثریت بسیار قاطع، ایشون خودشون نماینده ملت میدونه. آقای خمینی و روحانیت تشیع یا مدعی تشیع اصلا به این مسئله اعتقادی نداره. انتخابات 1400 سال پیش رو فحش میدن، الان انتخابات اینو برای تغییر در مقابل دنیا گرفتن. این موضوع رو باید روشنفکران ایران بفهمند به خوبی، به درستی. لیکن این موضوع ریشه‌ایه. تا زمانی که این مذهب حاکم به درستی، چه نظر سیاسی چه نظر عقیدتی، فهمیده نشه، این مسئله جزئی قابل فهم نیست. ولذا این نقص بزرگیه که هم در کار ایشون وجود داره و هم در کار بقیه روشنفکران مذهبی. آقای بنی صدر طرفدار استقلال ایرانه، بسیار خوب، ولی در عین حال شما نگاه کنید، اگه این موضوع رو به خوبی دقت میکرد، از شخص خائنی مثل احمد مسعود پنجشیری دفاع نمیکرد. اونجا الان غرب داره یه مقاومت دروغی میسازه، همه تلویزیون‌های ایران از جمله ایران اینترنشنال دارن ازش دفاع میکنن، با وجودی که میخوان جنگ سومی در افغانستان را بندازن بعد از 40 سال. الان ایران، من هیچ بعید نمیدونم که ایرانی که اون انفجار رو انجام داده، شوروی که میخواد، روسیه که میخواد دخالت کنه. مقصود این که آقای بنی صدر میراث ماندگارش صداقتش بود و شاید تنها شخصیتی بود در ایران که استقلال کامل داشت، تنها شخصیتی بود که مشکلات ما اهل سنت هم مطرح میکرد در همون سالهای اول. متشکرم آقای ملازاده. این رو من اشاره بکنم برای بینندگان که نظرات کارشناسان و میهمانان برنامه انعکاس دهنده نظرات و دیدگاه ایران اینترنشنال نیست. آقای محتدی، به عنوان آخرین سوال، آقای بنی صدر به عنوان یکی از مخالفان برجسته جمهوری اسلامی چقدر تاثیر داشتن در اپوزیسیون خارج از کشور؟ نقش در بوده اپوزیسیون هم یک نقش وحدت بخش نبود. مثلا برخلاف آقای شاپور بختیار، برخلاف داریوش فروهر، برخلاف بسیاری از شخصیت‌های امروزه اپوزیسیون، ایشون نقش وحدت بخشی در اپوزیسیون نداشتند و نتونستن هیچ وقت خودشون رو از گفتمان اساسی انقلاب اسلامی که دیگه به هیچ عنوان مورد پذیرش مردم ایران نیست و اپوزیسیون دیگه نمیتونه بر این اساس شکل بگیره، خودشون از این گفتمان رها نکردن و کماکان اسم نشریهشون انقلاب اسلامی بود. خود انقلاب اسلامی رو قبول داشت و فقط خود و فریب روحانیون رو که به ایشون کلک زده بودند مورد انتقاد قرار میداد. یک چنین شخصیتی قادر نمیشد با این گفتمان نسل جدید رو و مبارزان دوره جدید دموکراسی خواهی در ایران رو به هیچ وجه الهام بده. خود شخصیتشون هم اهل تعامل و اهل سازگاری نبود و در مورد توانایی خودش بسیار متوهم بود و اینها مانع از اون شد که بتونه اون نقشی رو که شخصیت‌های دیگر میتونستن بازی کنن ایشون بازی کنن. بسیار تشکر میکنم. همراه بودیم با آقایان عبدالله محتدی دبیر کل حزب کمک کردستان ایران و آقای مولوی ملازاده پژوهشگر و کارشناس ارشد علوم اسلامی از لندن. ممنون و سپاسگزار از هر دوی شما. در ادامه خبر 23، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به انفجار مسجد شیعیان در قندوز. خامنه‌ای طالبان را مسئولان کشور. ممنونم آقای ملازاده. وقت بخیر. خدا نگهدار. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خب بازگردیم به موضوع خودمون. دوستان، برای که بیشتر وقتتون نگیرم، راجع به مصاحبه سعی میکنم که فردا نظرتون رو بخوام، یا در اونایی که در لیست بنده هستن میتونند نظر بدن.
الان بریم سراغ برنامه‌ای که براتون گذاشتم. علی علیه السلام و سنت نبوی، زندگی علی، صوفیگری و باقی مطالبی که براتون فرستادم. شبتون بخیر. خدا حافظ و ناصر شما باشه. در این مورد صحبت کردم خواهم گذاشت انشاءالله و بعد از اون برنامه خود می‌پردازم. در این نیم ساعت آینده اولا سعی میکنم که بعضی از کلیپ ها رو خدمتتون نشون بدم و تشکر میکنم از خانم فهیمه خانم که $1000 و کتاب سنت بود و هیچ تفاوتی با دیگران نداشت. در عقیده اسلامی تابع محمد ابن حضور خدمتون اگه وقت اجازه بده مطرح کنم. یکی اینکه بریم سراغ نهج البلاغه، ببینیم علی بر منهج اهل سنت بود یا بر منهج علی پرستان همچنان که تا حالا نشون دادیم، بر منهج غالیان خدا علی پرست یا امام پرست او را مطرح کردند و دین خدا را ویران کردند، یا که نه مثل بقیه مسلمانان بر کتاب سنت بود و هیچ تفاوتی با دیگران نداشت. در عقیده اسلامی تابع محمد